ملعون این توه، ملعون این توه و من اسمشو بذارم ملعون که استفاده نکنم توی ویدیوم از اسمش. هیچ اعتماد به نفس در این آدم وجود نداره، همش کاذب، شاخ مجازی، لات مجازی، گوشیو بگه دورانی باد کنه فلان، اصلا همش چرت و پرته. آقا یه دفعه خودشو عمدن عصبانی کرد، زد تو گوش من، میگفت به من سجده کن، من خدام. گریه میکرده. آره وقتی صورت من ترکیده، وقتی همه جام بدنم درد میکنه، منو به زور میاری میشونی با ترکیدن از یه ماه مثلا 2 ماه دارم هر روز کتک میخورم از تو بی دلیل، بعد سنمی هم باهات ندارم، من یه آرتیست دیگه ام، تو یه آرتیست دیگه، نه دوست دخترت هم نه. هلمون علیکم، احوال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامتین ان شاء الله. امیدوارم که هر جای این دنیا که هستین تنتون سالم باشه، رفقا دلتون خوش. قبل از اینکه بخوام این برنامه رو شروع بکنم، میخوام که یک متنی رو براتون بگم که از قبل آماده کردم که به ترتیب در رابطه با یک موضوعی باهاتون صحبت بکنم. موضوعاتی که تا الان در موردش صحبت کردم تو یوتیوبم گذاشتم، شخم زدن تمام حواشی بود که تا الان برام به وجود اومده. حالا چه مقصر بودم توش، چه کوتاهی کردم، چه مقصر نبودم، همه رو براتون توضیح دادم بچه‌ها. و برای اینکه بخوایم قصه سحر قریشی رو به تا یه جایی بکشونیم و تا جایی که قرار طرفدارای من، همراهان من بخوان در جریانش باشن، من موظف بودم به عنوان یه انسان که همراهانی دارم که عاشقانه منو دوست دارن، هم موقعی که مثلا من قصه خوردم، اینا بچه‌ها همزمان با من قصه خوردن، موقعی که خندیدم با من خندیدن. وظیفه خودم دونستم که بیام بعد از اینکه تصمیم گرفتم توی سینمای ایران کار نکنم، این حواشی رو صافش کنم باهاتون. و تمام دلیلی که من این ویدیوها رو دارم میگیرم به خاطر طرفدارای خودم و همراهای خودمه. هیچ ارتباطی به کس دیگه و شخص دیگه نداره، هیچ خصومت شخصی با کسی ندارم و میخوام حواشی خودم رو که حالا آسیبایی که بهم زده و به طرفدارام زده و چقدر قصه خوردم بچه‌های من، اینا رو همه رو براتون توضیح بدم. حالا یه عده هم هستین که دوست دارید که حالا طرفدار نیستید خیلی، ولی خب علاقه‌مندین به این حواشی و دوستم بدونین چه خبره و اینا. خب عزیزای دلم، قبل از اینکه بخوام شروع کنم به خوندن دونه دونه تیترایی که نوشتم بخوام براتون توضیح بدم، باید بهتون بگم که تا الان در رابطه با $50,000 صحبت کردیم، در رابطه با حواشی‌های دیگه و یه سری خاطرات سینمایی و اینا صحبت کردیم که حالا اونا باز ادامه داره. در حال حاضر میخوام در رابطه با موضوعاتی صحبت بکنم که قبل از اینکه شروع بکنم میخوام چند تا مورد رو خدمتتون عرض کنم. یکی این که قصه‌ای که میخوام براتون تعریف بکنم قصه کاملا واقعیه و ولی خب کامل نیست. من موظفم که یه سری چیزا رو توش حذف بکنم به خاطر اینکه بدآموزی نداشته باشه و موظفم که قوانین یوتیوب رو در نظر بگیرم و موظفم که یک سری شرایط انسانی رو در نظر بگیرم برای بچه‌هایی که زیر سن هستن و دارن این ویدیو رو میبینن. حالا چه منو دوست دارن چه افراد دیگر رو، یه مقدار باید مراعات اینا رو بکنم. یعنی قطعا توی این قصه‌ای که دارم براتون تعریف میکنم و این سرگذشت قطعا مواردی خواهد بود که من یا فراموش کردم یا عمدن نمیخوام یک سری موضوعات رو باز کنم در موردش توضیح بدم و سوالاتی براتون قطعا خواهد پیش آمد و من فکر میکنم خیلی دامن نزنید به این سوالات ذهنیتون و فکر بکنید که اصل مطلب چی بوده و به این موضوع توجه کنید. یعنی بگین که از A تا Z من براتون توضیح میدم، بگین که اوکی پس یه همچین شرایطی بوده دیگه، وارد جزئیات ریزش نشین چون من این مقدار محدودیت دارم برای توضیحات کامل. در حال حاضر که دارم به این نقطه رسیدم که بخوام در رابطه با این موضوعات باهاتون صحبت بکنم، باید بدونید که من زیر نظر 4 تا پزشک بودم، 2 تا پزشک ایرانی در دبی و 2 پزشک هندی که کار هیپنوتیزم و کارا رو میکنن. من به اینجاها رسیدم و در حال حاضر خدمت شما هستم با تمام تلاشایی که خودم، رفیقای عزیزم که اینجا، بچه‌ای که هوامو داشتن و مشاوره ها و پزشک و دارو و درمانایی که شدم، تونستم الان بتونم روبروتون بشینم و در رابطه با این موضوع صحبت بکنم. فکر نکنید که بچه‌ها خیلی برای من آسون بوده و خیلی چیز معمولیه و پیش پا افتاده. اگر میبینید که من انقدر خونسرد دارم در موردش صحبت میکنم، البته امیدوارم که همینقدر خونسرد بتونم ادامه بدم. خب
ما تو ویدیوی قبلی رسیدیم به نیسان آبی. رسیدیم آقا به نیسان آبی و من قرارداد نیسان آبی رو بستم و یه کدی بهتون دادم، گفتم 2 تا 8 ماه من سلامت کامل بودم، ولی پس لرزه هایی که داشتم این که همچنان افسرده بودم، همچنان کم حرف بودم، افسردگیم خیلی بهتر شده بود یعنی، ولی به هر حال مسیر اشتباهی رو انتخاب کرده بودم برای آرامش و متاسفانه اگر یه مریضی داشتم شده بود با این اتفاق و اون استفاده و اون کارهای زشت اشتباهی که کرده بودم شده بود 2 تا، یعنی همزمان من داشتم 2 مدل افسردگی رو تجربه میکردم. یکیش به خاطر اینکه من مواد مخدر مصرف کرده بودم یه تایمی و حالم بد بود، توی ترک و افداری به قول معروف بودم، از طرفی هم به هر حال یه روز 2 روزه و اینا شاید بتونی اینقدر قوی باشی و اینقدر خفن باشی که بتونی بذاری کنار، مثل من 7-8 ماه اول، بعد دوباره 7-8 ماه دومش بری سر کار و مسئولیت بگیری با اینکه اعصابت خیلی ضعیفه، شاید خیلی اینقدر قوی باشی، ولی این پس لرزه ها و اتفاقاتی که توی اون دوره‌ای که مصرف می‌کردی رود تاثیر منفیایی که گذاشته، بیشک اونا هم باید درمان بشه. یعنی یکی مشکلی که داشتی قبل از استفاده، یکی مشکلی که استفاده کردی شده 2 تا. و دیگه بدونید دیگه من چقدر اذیت شدم. کم حرف شده بودم، خیلی حوصله کسی رو نداشتم، زیاد وارد بحث نمی شدم و هر کی هرچی میگفتم باشه. بچه‌ها هیچی به من لذت نمیداد، من اصلا نمیخندیدم، بهم خوش نمیگذشت. نه که اصلا نخندم ها، از ته دل نبود خنده ها، واقعا چیزی سورپرایزم نمیکرد، چیزی خوشحالم نمیکرد و سعی میکردم بیشتر کنار من بقیه خوشحال شن، سعی میکردم دیگران رو خوشحال بکنم، دوستای دیگم که حالا هممون داشتن، رفیقایی که بچه‌ای که کنارم بودن. آقا ما رفتیم سر فیلم نیسان آبی، گفتم به خاطر رفیقام رفتم و آقای هادی و اینا، ما فیلم بازی کردیم و رفتیم جلو تا هفته آخر که گفتن استانبول فیلم برداری دارید. ما رفتیم استانبول. از قضا دوست من، اول که من بگم اینجا من یه دونه دایی دارم، ازدواجم نکرده، نزدیک 30 ساله که انگلیس زندگی میکنه و دختری نداره چون ازدواجی نکرده. من 2 تا دوست دارم که الان موضوع دختر دایی رو براتون توضیح میدم. 2 تا دوست داشتم که به 2 تا دوستام گفتم که بچه‌ها من دارم میرم سر فیلم، دارم میرم یه هفته استانبول، اگه اوکی این شما بیاین من تنها نباشم. بچه‌ها گفتن آره حتما با تو میایم ما اینا. من هماهنگ کردم، بچهای پروژه بهشون پول دادم، یعنی هزینه پول دوستامو بهشون دادم، گفتم که من 2 تا همراه دارم، یه اتاقی بگیرین که 3 تا تخت داشته باشه، من با دوستان باشم و سلام سر نره با اینا. هزینه‌شون رو پرداخت کردم به پروژه و پروژه زحمت کشید ما رو برد، یعنی اتاقی رو توی همون هتل به ما داد که بچه کل گروه بودن که 3 تا اتاق داشت و من با 3 تا تخت داشتم، من با 2 تا دیگه دوستام اونجا بود. خب هم خیلی معمولی دیگه، ما رفتیم سر کار و هر روز صبح آفیش و یا مثلا یه روز زمیان آفیش و اینا، تا رسید به شب یلدا. و کل پروژه همه اکیپ با هم رفتن، هر کی که حالا مثلا زن و شوهری بودن، چون اکثرا سفرهایی که میریم مثلا پروژه‌ای که خارج از ایران فیلم برداری میشه، مثلا مدیر فیلم برداری همسرشو میاره، بچه‌شو میاره، مثلا مدیر صدا بردار، همه مدیرا و سرگروها همراه دارن، یعنی با خانواده میان، هم فالو هم تماشا، هم کار انجام میدن و هم عزیزاشون کنارشون هستن توی این شغلی که هیچ وقت هیچکی که ما معمولا کنار هم دیگه نیستیم دیگه، ما صبح تاریک میریم شب تاریک برمیگردیم، معمولا هم دیگر نمیبینیم. و این اتفاق اینجا تو این پروژه افتاده بود، زن و بچه‌هاشون آورده بودن. خب منم خب نگاه کردم، گفتم خب من با 2 تا دوستامم، مثلا اینا همه زن و شوهری دارن بیان فلان رستوران، دعوت هم می‌کردن، ولی خب به حسب احترام و اینکه اصلا تایپمون به هم میخوره یا نه، من به دوستام گفتم بچه‌ها شما هماهنگ کنید، هر جا شما دوست دارید من باهاتون میام، بریم یه جایی بشینیم شب یلدامونه و اینا، یه شامی بخوریم، یه کیفی کنیم و اینا. یه چیز باحال الان بهتون بگم خنده داره، من تا اون تایم تولد 35 سالگیم، 34 سالم، آره 35 سالگیم، من تا اون موقع بچه کلاب نرفته بودم. خب قطعا منو همه جا میشناسن، صورتمو میشناسن، من هیچ جوره نمیتونستم بخوام خودم مخفی کنم، خب خیلی از همکارا دارن این کارو میکنن و اینا، میرن و اینا، ولی یعنی قبلا هم میرفتن، ولی من واقعا جز
گاو پیشونی سفیده بکنم سینما بودن. قیافه من همه جوره معلوم بود، منم هیچ وقت نمیشه تغییر چهره‌ای بدم بخوام برم ببینم خب اینجا کلاب چه خبره بود. بچه‌ها تصمیم گرفته بودن که منو بعد از این همه سال ببرن شب یلدا، ببرن یه کلاب و بگن به من به قول معروف نشون بدن که آقا کلاب این شکلیه، خیلی چیز بهویی هم نیست و مثلا ما میریم اینجوری پارتی میکنیم و فلان. بعد حالا پیش خودش رو فکر کردم واسه من خیلی جذابه این موضوع. بچه‌ها گفتم اگه ما یه دونه کلاب پیدا کردیم اینجا بوک کردیمش و اینا، بریم اونجا بیا یه کار کنیم تو تغییر چهره و فلان و اینا. خلاصا نتونستم. من همونجوری طبق معمول همون لباسایی که مدل خودم و استایل خودم بود و پوشیدم و یه تهارایشی کردم و یه شالی هم بستم به سرم، گفتم که بریم. ماشین اومد دنبالمون و ما سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت این کلابی که بچه‌ها بوک کرده بودن. حالا من پر از استرس، آقا نشناسن، آقا ماسکم زده بودم و میگم کسی نفهمه، آقا من اگه رفتم بچه‌ها اگه دیدیم تابلوه برگردیم و اگه ایرانی زیاد بود فرار کنیم نشناسنمون. این حرفای استرس و این خنده ها بماند که خاطرات خیلی قشنگی هم بود اون شب. ما رسیدیم به کلاب، دوستای من پیاده شدن، من پامو از در گذاشتم بیرون، دیدم صدای موزیک ملعون بزرگ داره میاد از توی اون کلاب و دیدم که گفتم اوه بچه 100% اینجا ایرانی هن که داره آهنگ این فرانیو میذاره گذاشته و اینا. من نمیام. بچه ها گفتن تو شما برین، من برمیگردم هتل، من دیگه این مدلی دیگه نمیام. شما رفتین گشتین کلاب پیدا کردین که ایرانی نباشه، حالا زده اینجا که انتخاب کردین اینجا هم امشب پر ایرانیه. گفتم من نمیام. حالا بچه ها نه ما VIP گرفتیم بیا فلان و اینا. حالا از قضا بچه‌ها اتفاق چی بوده؟ نرفتیم. اینو بهتون بگم. اگه نرفتم دوستام گفتم شما برید، گفتن ما نمیریم و حالا نشستیم تو ماشین اینجا رو داشته باشین. از قضا ما اومده بودیم VIP گرفته بودیم توی اونجا، یعنی دوستای من رفتن VIP گرفته بودن. همون VIP ها اصلا فکر کن مثلا هیچ کس نبوده. اگه من میرفتم اونجا تنها کسی که بوده این آقای ملعون و تیمشون اونجا بودن، یعنی خیلی اتفاقی و موزیکشون هم داشت پخش میشد و اینا. خدا رو شکر ما اونجا قصر نرفتیم. گفتم من نمی و ما نمیدونستیم این موضوع رو که همچین چیزیه. براتون توضیح بدم چی شد، حالا مو بهتون میگم. آقا ما رفتیم سوار ماشین شدن و گفتم بچه‌ها من پیاده نمیشم برید. حالا اینجا وسط بحث و اینا گفتم ما نمیریم. گفتم اوکی بذار من زنگ بزنم بچه‌ها کجان، مثلا بگم ما اینجاییم کی کجاست که بریم پیشش رو مثلا تنها نباشیم. اگرم نه که یه رستوران اینجا پیدا کنیم یه خود شیک و پیک باشه که خلوت‌تر باشه، مثلا ایرانی زیاد توش نباشه که هی بخوام برن بیان عکس و اینا. بریم من اونجا بریم شام بخوریم و اینا امشبمون بگذره. تلفن کردم به چند تا از بچه‌ها. یکی از بچه‌ها گفتش که من اومدم اینجا شام بخورم. گفت کسی از همکارا پیش من نیست و من تنهایی اومدم اینجا با یکی از رفیقای قدیمیم که سن ترکیه بوده غذا بخورم، میخواین شما بپیوندین به ما. گفتم که باشه، منم با 2 تا از دوستام میام پیشتون یه شام بخوریم. نزدیک ما بود، یعنی نزدیک جایی که بچه‌ها بوک کرده بودن، یعنی مثلا نیم ساعت راه بود. ما این نیم ساعت رو رفتیم نشستیم شام خوردیم، کلی هم بهمون خوش گذشت، کلی هم گفتیم و خندیدیم و اینا. بعد موقع برگشتن خب بچه‌ها مشروب خورده بودن و کلی چیز بودن، به قول خودشون شنگول و اینا بودن. موقع برگشتن خب ما قطعاً موقع برگشتن بچه‌ها دستشوییشون گرفت راستش. مثلا برن دستشویی. من گفتم خدایا خیلی سرد بود بچه‌ها، برف می اومد و اینا. گفتم که چیکار کنیم به این آقای راننده. گفتیم مثلا رفیقمون هم بود، حالا راننده بود این که حالا ترکی بلد بود ترکیه رو. گفتیم داشت چیکار کنیم. گفتش که اینجایی که شما بوک کرده بودین نزدیکه، میخوایم من برم اینجا، چون معمولا بسته شده بود مغازه دیگه اینقدر دیر همه رستوران و اینا. گفت اینجا بازه، میخواین اینجا دقیقه وایسم، شما که دارید اینجا رو بوک کردید برین تو دستشویی برگردین. گفتم باشه اینجا وایسین که اینا برن دستشویی. حالا اینا رو بعد یکی جمع می‌کرد، البته بهتون بگم اینا رفتن 2 تای دستشویی. رفتن اونجا آقا نیم ساعت یه رو 20 دقیقه نیم ساعت هی گذشت و 40 دقیقه 45 دقیقه. من گفتم اینا چرا نمیان؟ حالا هی میگیرمشون گوشی نبردن، یکیشون گوشی برده و جواب نمیداد. به این آقای راننده گفتم داداش تو رو خدا پاشو برو تو ببین چرا اینا نمیان بیرون، یادشون رفته من اینجا رفتن دستشویی. گفت نه احتمالاً صف باشه شلوغه فلان، الان من میرم. آقا من تو ماشین همچنان نشسته بودم، آقای راننده‌مونم رفیقمونم رفت تو.
نیومد. یه رو 20 دقیقه دوباره 40 دقیقه هم این نیومد. یعنی 40 دقیقه اونا اونجا بودن، 40 دقیقه هم این نیومد. گفتم خدایا من باید چیکار کنم، نمیتونم پیاده شم. هی زنگ یه دفعه دوستای من با اون حاجی قداد اومدم بیرون. گفتم کدوم گورین شماها کثافت و فلان و اینا. گفت آره ملعون این توه و من اسمشو بذارم ملعون که استفاده نکنم توی ویدیوم از اسمش. این توی من میخوام باش عکس بندازم. 2 ساعت وایسادم اینجا عکس بندازم و اینا. خیلی دوستش داشتم بچه‌ها. عکس بندازم و نمیذارن. یه چند تا دختر خانومی مثل این که اون پایین بودن، حالا چی بود داستان، نمیذاشتن که این اپلا بره بالا بهشون بگی که من میخوام باهاتون عکس بگیرم. بعد هیچی، برگشتم بهش گفتم که اوکی آروم باشین، جیغ و داد نکنید، انقدر تابلو بازی باشه، برو به یکیشون ایرانی ان. گفت آره یکیشون ایرانیه. گفتم برو به اون خانومی که ایرانیه بهش بگو که من دختر دایی سحر قریشی ام، میخوام یه عکس بندازم سوسکی، میخوام برم. برو عکستو بنداز بیا بریم. خب نمیتونستم کنترلشون کنم واقعا. بعد حالا بماند منم سانسور میکنم، کلی فوش و بعد و بیرا بهشون گفتم بابت اینکه این همه منو معطل کردن و تو حالا هم چه اتفاقی نیفتاده بود که بخوان حالا اینقدر بی‌ادب باشن دیگه. اینا رفتن تو. گفتم برو دختر دای سحر قریشم برو عکس بنداز. رفته بود گفته بود دختر دای سحر قریشم هم عکس بندازم و خانومی که قبلا با ایشون همخوانی هم کرده بودن و توی استیج و اینا خیلی خانم محترمی ان. ایشون گفته بود که اوکی بیاین بالا. برده بودنشون بالا و بچه‌ها عکس انداخته بودن. خب این طبیعیه واسه همه ما آدمای معروف که این اتفاق خاناخا میفته که طرفدارامون، عزیزای، کسی که ما رو دوست دارن، برامون ارزش قائلن و احترام قائلن، میان عکسو میندازن. خب طبیعی بود تا اینجا. خلاصه دوست من برگشته گفته بود که من دختر دایی فلانی هم، تو رو خدا عکس و فیلم بیشتری بذار بندازم و فلان و اینا. عکس و اینا میندازه و بعد میاد میگه که خودش کجاست. یعنی اون ملعون میاد میگه که خود سحر قریشی کجاست و خودش رو اینو گفته خودش پایین تو ماشینه. باور نکرده. گفته واقعا تو ماشینه؟ گفته آره به خدا ما سر فیلم برداری و سر پروژه و اینا پایینه. سری بلند میشه و حالا چیزی که از بالا تعریف کردن برای من هول میکنه، وای فلانی پایینه برید بیاریدش بالا و به آقای که کنسرت گزارش میگه و به 3-4 نفر دیگه میگه و برید و اینا میگن که آقا اینجوری خوب نیست، بذار ما جمع کنیم بریم، اگه واقعا ایشون پایینه و میخوای دعوتشون بکنید و اینا جمع کنیم بریم خونه، اینجا من آخراشه و تمام شده و فلان و اینا، بریم خونه. اینا جمع میکنن و این نمیذاره که دوستای من بیان پایین، بیان پیشم، بیان تو ماشین. بعد میگه تو وایسا من میخوام باهات بیام در ماشین دعوت بکنم ازشون که تشریف بیارید خونه ما، امروز تولد آقای کنسرت گزار ماست و خونمون شلوغه و همه هستن و یه پارتی ریزی و بیاین و اینا. و بچه‌ها خب میدونستن که من امکان نداره که برم، یعنی جز محالاته و منو میشناختن. گفتن که نه ما که نمیایم، اینم که مطمئنا قطعا نمیاد و ما ایشالا دفعه دیگه موقع دیگه میبینیم. هی اینا میخواستن بیان، هی اونا هم میگفته که وایسین که من باهاتون بیام پایین، بیام در ماشینه. خلاصه دوست من به خاطر اینکه میدونسته از یعنی اگه همچین اتفاقی میافتاد یه داستانی میشد و اصلا ما به خاطر اون داستانا نرفتیم مثلا تو اون کلاب و اینا، برگشته گفته که شماره چیزی به من بده، من الان میرم تو ماشین زنگ میزنم با خودش صحبتون تلفنی دعوتش کن بذار ما بریم. و اونم میگه اوکی پس من میرم تو ماشین سوار میشم، میام دم مثلا سر کوچه وای میستم باهاتون چک میکنم پشت ماشین من بیاین و فلان و اینا، بگم مثلا ما چادرمون دم در افتاده مثلا بندازیم سرمون بریم. بچه‌ها اومدن توی ماشین، سرتون درد نیاره، بچه‌ها اومدن تو ماشین نشستن و کسی جرئت نکرد من چیزی بگه. راننده راه افتاد و من الاف کرده بودم، من عصبانی از اونجا. خب به خاطر پروژه اومده بود اونجا، هتل و اینا گرفته بود، ما هم موظفیم که طبق قراردادی که داریم توی همونجا سکونت داشته باشیم و اینا. تو همون هتل ما خیلی دور بود بچه‌ها، 50 دقیقه راه بود و از همونجا که بودیم ما رفتیم به سمت هتل و این ساکت و اون ساکت و این چیزی میگفت و این چیزی میگفت. خلاصه دلو زدم به دریا، گفتم چی شد عکساتونو بدین ببینم، خوب بود عکس انداختین و فلان اینا. یه دفعه اینا چیز شدن، حالا هم شبشون رو خراب نکنم، اینا گفتن که آره تو رو خدا نمیدونم هی داره مسیج میده، داره اس ام اس میده و تو رو قرآن یه چیزی بگم نه نگو، حالا خراب، همه مست. این میگفت جیغ میزد، اون میگفت جیغ میزد، راننده میگفت نکنید خونه این نرید فلان، مثلا یه وضعی.
که ما رو دعوت کرده فلان کرده. گفتم بچه‌ها برید میخواید هر کاری کنید، من نمیام. اینقدر ذوق دارید دوست دارید برید مثلا خونه یه آرتیستی که حالا دوستش دارین، پاشید برید. منو معاف کنید از این داستانا. بعد حالا اس و فلان و اینا. گفتش که ویدیو کال. یهو تلفن همین دوست من ویدیو کال کردم این اونو. گفتش که بیا تو رو خدا صحبت باش که داره گوشیو بده به سحر قریشی و من باهاش صحبت کنم. خانم قریشی نمیشد من بخوام بی ادب باشم بگم فلان به قبر فلان. موزش بود و من اصلا ذهنیتی به این آدم نداشتم. بسیار آرتیست میتونستم این آدم و کمان که آرتیست هست نمیتونیم بگیم نیست و یه احترام ویژه‌ای نیست. عین بچهای دیگه و همکارای دیگه مثلا اونجوری میدیدم. اصلا فکر نمیکردم که من حالا جلوتر بهتون میگم با یه همچین موجودی دارم صحبت میکنم. قطعا اگه میدونستم نمیکردم. بچه ها گوشی رو گرفتم و ویدیو کار سلام علیک کردم و حالا با استرس که یه وقت اسکرین شاتی ویدیویی چیزی اینا طبق قوانین ما کار نمی‌کردن دیگه. منم موقع داشتم برای ایران کار می‌کردم، استرس داشتم واقعا. آقا گوشی رو گرفتم سلام علیک کردم، حالا روسای سرم بود، حال احوال کردم و اینا. گفتش که من باورم نمیشه خودتون اینو فلان و استهول کرده و تو رو خدا بیاین و سرتون رو درد نیارم. بچه‌ها من گفتم نه خیلی ممنون مرسی جان، اشاره که موقعیت بهتری باشه و فلان باشه و اشاره توی شرایط بهتری چشم. من صبح آفیشم و خود بهانه‌های مختلف و خیلی مؤدبانه رد کردم این که بخوام برم دعوتشونو. آقا ما رسیدیم هتل. توی این فاصله 50 دقیقه 4-5 بار به جز اس های تون اس هایی که میداد که راضیش کن بیاین و فلان حرفا به دوست من 4-5 بار ویدیو کال کرد، یعنی 4-5 بار زنگ زد و من گوشی رو دیگه نگرفتم. دوستم جلو نشسته بود حرف میزد، من از عقب مثلا میگفتم نه خیلی ممنون مرسی فلان اینا. و رسیدیم هتل دیگه اینا حالشون خراب شده بود، ناراحت. گفتم لباستون رو عوض کنین، ماشین که دارین جلو در سوار شید برید، دیر وقت هم هست، حواستون باشه که دارید چجوری خودتون رو معرفی میکنید این موقع شب. حالا من اصلا واقعا نمیخوام بگم بچه با ادبه و با ادبه، نه من واقعا مبادی آدابم، یعنی سعی میکنم که خیلی چیزا در نظر بگیرم. آقا دوباره ایشون زنگ زد و گفت حالا با ادبیات خودش ما باید حتما این کارو کنیم و حتما باید اون کارو کنیم. کلی خواهش و کلی احترام که من میدونم که ساعت بدیه و فلان، من این همه تو راه بودم دوباره بخوابن. آقا خلاصه ایشون انقدر به ما اصرار کرد برای بار 5 که زنگ زده بود و من دیگه موندم تو رو درواسی و واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. گفتم بچه‌ها واقعا من نمیدونم باید چی، خیلی کار زشتیه ولی من انداختین تو رو درواسی. خلاصه حاضر شدم بچه‌ها، لباسی عوض کردیم و همونو دوباره سوار ماشین شدیم و ما رفتیم به خاطر اینکه تولد فلانی بود و من بیبی منتظر شماست و این حرفا. یعنی یه احترام اینجوری من احساس امنیت نسبت به بچه‌ها و بقیه کردم چون به هر حال مسئولیتشون گردن من بود. ما رفتیم و انقدر توی اون تایم از همون آقای رانندمون و چند نفر دیگه و سر صحنه و این ور و اون ور بد شنیده بودیم، انقدر بد شنیده بودیم که کسی سمت خونه این بره. ببخشید من هی صورتمو دست میذارم، هم میکاپ دارم هم خیلی نور بچا روی صورتم هی میخوره اینجوری، هی میزنم اینجوری رو صورتم. خلاصه هیچی خیلی شنیدیم که هیچکی نباید بره تو خونه اینو این نمیدونم فلانه و من واقعا یک کلمه‌شو باور نکردم. به جرئت دارم میگم یک کلمه از حرفایی که اونجا زده میشد پشت سر همون حرف بود دیگه که آی هر کی میره خونه این فلان اونجوری اینجوری. من چون توی مسیر رانندمون رفیقمون فهمید که این آقا داره دعوت میکنه اینقدر اصرار میکنه و اینا، به ما کلی چیز برامون تعریف کرد. یعنی مثلا من باور نمیکردم که این حجم حرفایی که دارم میشنوم واقعیت داشته باشه. بعدش ما رفتیم و ماشینمون تو برف گیر کرد و ایشون پیاده بود و اومد و از یه مسیر خیلی طولانی با 2-3 نفر اومدن که بیان ما تنها مثلا پیاده نیاییم، ما تو شهر گم شدیم و اصلا یه داستانای ملودرامی پیش اومد اونجا. ماشین راننده چرخید و یه سری از اتفاقا و ایشون اومده بود دنبال ما، ایشون گیر کرده بود، ما رسیدیم و یه وضعی. خلاصه با خنده شروع شد این باب آشنا، یعنی همین که ورود ما با یه خنده ای که چه اتفاقای بامزه افتاد توی مسیر.
رفتیم تو پر مهمون، یعنی تمام نوازنده هاشون همه بودن و تولد همون آقای کنسرت گذار بود، خانومشون همه بودن و بیبی که اونجا بودن که من همونجا فهمیدم ایشون زیر سنه. حالا داستان زیر سن بودن و چجوری اونجا بودنم براتون توضیح میدم، ولی من اونجا گفتم این خیلی کوچوله، این دنبال مامانش و بزرگترش گشتم. گفتم این اینجا چیکار میکنه؟ به خانم آقای کنسرت گذار و فقط منو نگاه کرد. من اصلا گفتم اینجا ریاکشن هم نداره، همینجوری نگاه اینجوری کرد و هیچی نگفت. خلاصه من کلامی حرف زدم، بچه‌ها قربون صدقه و ما چو فلان و اینا، که منم مثل مهمون نشسته بودم یه گوشه، اینو میخورید اونو میخوریم. گفتم نه من الکل نمیخورم، خیلی ممنون، من هیچ میل ندارم، مرسی، و نشسته بودم. اصولا من جایی که بخوام برم شلوغ باشه چون یا نمیرم یا اگه بخوام برم جوری میرم که اگه عکسی فیلمی چیزی اومد بیرون، مگه اینکه تو زندگی خصوصی باشم، یعنی با آدم تو رابطه باشم، زندگی باشه مثل اینجا، مثلا تو خونم باشم یا بیام مثلا اینجا خونه من، فرق نمیکنه، حالا بچه‌ها هستن میام پیش بچه‌ها، همیشه یه چیزی رو سرم میبندم و استثنا اینجام چون موام بلند بود، یه گوجه کرده بودم، یه هدی بسته بودم و زمستون بود، چند تا لباس رو هم پوشیده بودیم و یه استایل همیشگی لشی که خودمون داشتیم و خلاصه بچه‌ها اینو بزنیم و اونو بزنیم و این گیتار رو بزن، اینو بخون و اونو بخون و این حرفا دیگه، همتون دیگه واقفین. شب قشنگی بود، خیلی به ما احترام گذاشتن، خیلی من که اصلا صدای منم نشنیدم، من یه جا گفتم خیلی متشکرم ازتون، خیلی آهنگ قشنگی بود خوندین، من فقط دیر وقت اگه اجازه بدین رفع زحمت کنم، که گفت وای ما صدای شما رو شنیدیم خانم قریشی و فلان و اینا. و خیلی تلاش کردن که ما اون شب اونجا بمونیم، دیر وقت هم بود بچه‌ها، خیلی تلاش کردن که بمونیم و عده زیادی آدم اونجا بود و قطعا خواستن بمونن یا بیدار بودن، حالا داستانشون چی بود، پارتی بود دیگه. من گفتم که من فردا باید برم و با اجازهتون ما رفع زحمت کنیم. یه جا ما صدا کردن منو با همین دو تا دوستا، ما 3 نفری یه گوشه داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، یا بابا آشنایی بود که چند سالته تو، چند سالته، وای سحر قریشی، آقای فلانی بیا نگاه کن سحر قریشی، عمو فلانی بیا، من اسم نمیخوام ببرم دیگه خودتون همه رو میشناسید، بیا ببین دو صورتش نگاه آرایش نداره، وای فلانه، وای ببین. برای همین دارم باورم نمیشه، چون هر چی که این آدم اومده توی این زمان گفته و الان میفهم نه فقط از من، از خیلی ها گفته، از رفیقای پسرش هم گفته، همش برعکسه. یعنی من پرام ریخت مثلا چیزایی که میگه دقیقاً مخالفش چیه همون بوده و این آدم میاد این حرف مخالف رو میزنه، یه چیز دیگر رو میگه، یعنی مثلا خوب بوده میگه بد بوده، اگه هر چی بوده رو برعکسش میکنه، معمولا دهنش به منفی میره فقط دیگه. ما اون شب رفتیم هتل و 2 روز فرداش یا پس فرداش دقیقه هم نمیاد که بچه‌ها رفتن ایران، ما روز آخر پروژمون بود و داشت تموم میشد کار و من همچنان باید میرفتم جلوی دوربین. از قضا تولد من بود و بر حسب ادب فردای اون روزی که ما دعوت شده بودیم، شماره‌ای که دوست من داشت و دائما داشتن با هم چت میکردن، حرف میزدن و اینا، من گفتم که از طرف من تشکر کن، خیلی ممنونم از پذیراییشون، خیلی متشکرم که به هر حال ببین انگار که من یکی رو بیام به خاطر یکی دیگه 2 نفر آدم غریبه رو بیارم، حالا نمی‌دونم این مدلش اینجوریه، ولی من هیچ وقت این کارو نمی‌کنم که بخوام مثلا 2 تا خانم یا آقا هر چی 2 تا طرفدار رو بیارم خونم بدون که بشناسمش، بعد مثلا پذیرایی کنم، بعد ولی خب مثلا چون فامیل فلان آرتیسته، اوکی این یک احترامی بود که نظام گذاشت، منم تشکر کردم به حسب اون احترام و اینکه دعوت کرده بودن پذیرایی کردن، خیلی احترام گذاشتن. آقا تولد من شد و بچه‌ها بهش، دوستای من باهاش در ارتباط بودن، گفته بودن که تولد سحر ما داریم میریم ایران، کاش سحر تنها نباشه، اگه وقت مثلا دور هم جمع بودیم بگین سحر بیاد پیشتون. اینو خودش به من گفته، یعنی من هنوز نمیدونم که واقعا دوستای من این حرفو زدن یا نه، یا فقط گفتن که ما تولد فلانی ما داریم میریم ایران، سحر مثلا تنهاست، پرواز فلان، لا اسمم عوض کرده، حالا اینجا میگم قریشی تنهاست و اینا. بعد اون به من اینجوری گفت که دوستات گفتن که تنها نمونو، پاشا بیا، شماره منم از بچه‌ها گرفته بود، از دوستام گرفته بود. من کلی دعوا با دوستام کردم که برای چی شماره منو به این آدم دادین، من دارم واسه ایران کار میکنم، این آدم اصلا ملعون، داستانش
نباید این، من اگه میخواستم خودم شماره میدادم. آخه تو تولد تنها بودی. ببین بچهای غیر سینمایی معمولا بچه‌ها نمیدونن ممیزیه و خیلی براشون عادیه یه سری چیزا، واقعا برای ما عادی نیست، چون از ما ایراد میگیرن یا گوشیامون شنوده یا داستان داریم یا میدونی هر کسی مثلا آب میوه خوردن با هر کسی جایز نیست برای ما. نباید هر کسی شمارمون رو داشته باشه. خلاصه که این حالا محبت هم داشت، نمیخوایم بگیم آدم عوضی بود و اینا. من دوست نداشتم شمارمو داشته باشه، ولی خب چون دوست داشتم هیچ ارتباطی داشته، من حالم خوب نبود دیگه. آقا زد و ایشون دعوت کرد دوباره و گفت این بار هیچ کس نیست، منم و عمو فلانی و دوست دخترش، بعد بیاین تولد و فلان، ما تولد بگیریم براتون. و گفتم من اصلا اهل تولد نیستم. واقعا با روحیه خود این آدم بچه‌ها من آشنا نبودم، خدا شاهده نبودم. یعنی اگه فکر میکنین یه سری به من میگن تو نمیدونستی، تو که میدونستی این اینجوریه، تو که دیده بودی. به خدا نه دیده بودم، نه طرفدارش بودم، نه مثلا فالو داشتمش جایی، نه هر روز برم سرچ کنم پیگیر باشم. خدا شاهده نه. خونه ای من همیشه قانون داشت که موسیقی بی کلام و تنها زمانی که موسیقی با کلام گوش میدادیم آهنگای ایشون بود که همین دوستای من همین دوتا می اومدن و این آهنگای ایشون رو میذاشتن. یعنی من تو عمرم سرچ نکرده بودم یک بار بخوام وصل کنم چه میدونم آهنگ ایشون رو گوش بکنم. خدا شاهده هیچ وقت این کار نکرده بودم. و تنها باری هم که مثلا یه بار همین دوتا دوستای خودم اومدن، بعد مامانم هم خونم بود و اینا اومدن گفتن وای بیا نگاه کن آهنگ خونده فلانی گذاشته و میدونم تو توشی، اسم تو توشه. کلی خندیدیم. منم نمیگم وای من بدم اومد، نه اصلا بدم، خیلی هم حال کردم، گفتم چه باحال و فلان. حتی توی چند تا مصاحبه خواستن در موردش با هم بکنن، نکردم. توی مصاحبه هم گفتن اینجوری، گفتم چیکار کنم برم شکایت کنم عزیزی رو چی بگم. یه جای دیگه هم بچه‌ها نشون دادن که با این امین فردین یه لایوی گذاشته بود که آقای فردین ازش سوال کرده بود که میخوای نمیدونم سحر قریشی تیک زدی، یعنی حرفای اینجوری. اصلا بچه‌ها من اهل این داستانا نیستم، اصلا در شأن من نیست برم گوشیمو بردارم برم دایرکت بدم به یه نفر مثلا الان اومده گفته دروغ. خیلی زشته این حرفا. بذارم عقل داشته باشین فکر کنید، بد نیست. اونایی که میان البته همه عقل دارم، 4 تا دونه‌ای که میان زیر چرت و پرت می‌نویسن حالا قطعا هم خودشونن، پیج فیکای خودشون. در کل ایشون اومده بود صحبت کرده بود، اونم دیده بودم و اینا. خب همه این اتفاقایی که من دیدم 3-4 سال پیشش بود، 4 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، تاریخ رو شما بهتر میدونید. و من بک‌گراند اینو داشتم که این آدمه خوشش میاد از من و میخواد من دوست بشه و من از نظر روحی روانی و اینا اصلا آمادگی رابطه و هیچ چیزی رو نداشتم. براتون تعریف کردم تو ویدیوهای قبلی و کلا حال نمی‌کردم. مثلا استایل کسایی که من خوشم بیاد مثلا یه جور دیگه، مثلا حداقل چیزی که دارن یه قد و بالای تو رعنا رو بنازم و دارن، یعنی هیچی نه قیافم نداشته باشن. من باید اینجوری نگاهشون کنم. من که اینجوری یا اینجوری نگاه کنم برام جذاب نیست. خیلی طبیعیه که نباشه، نه که ایشون ایراد براش بذارم، نه برای من چیز جذاب و خفنی نبود و همین موضوع این آدمو خیلی ناراحت کرد، بدوه بود. از اونجایی که خیلی فشار روحی روم بود، خیلی دارم کند حرف میزنم ولی مجبورم اینا رو بهتون بگم. از اونجایی که فشار روحی خیلی روم بود و تنها هم بودم و اینا برایش اصرار ایشون، من تولدم و متاسفانه آفم هم کرده بودن سر صحنه، گفتن تولدت آف و فلان و اینا. گفتم من دعوتم بچه‌ها میرم زود برمیگردم. حالا پروژه 3 بار واسه من تولد گرفت دیگه، 1 بار 2 روز قبلش، بعدش هی کیک و فلان و اینا. من گفتم بچه‌ها من امشب مرخص کنید من دعوت شدم و برم. خب خیلی به من احترام گذاشته بودن، خیلی پذیرایی کرده بودن، خیلی احترام گذاشته بودن و من دوباره پا شدم رفتم تولدم و مثلا کنار بچه‌ها باشم، کنار یک آرتیستی که حالا به هر حال واسه خودش اسم و رسمی داره و احساس امنیت می‌کردم. یعنی گفتم جای بدی نمیرم. واقعا هم تنها بودم دیگه، نه بک‌گراند داستان ایران و اومدیم و بعدم دیگه کم کسی هم نبود و بچه باحال. گفتم دختر بعد ایران، پسر بعد ایران، بریم یه شب پارتی کنیم خوش بگذره. و اصلا فکر نمی‌کردم سر از این اتفاقات در بیاره. رفتیم عمو چیچی دوستشون، حالا اسم میبرم، بودن، دوست دخترشون بودن، گفتیم خندیدیم. کلی بچه‌ها زحمت کشیده بودن. فکر کنم همسر آقای کنسرت گذار رفته بود، یک عالمه چیزای جیگیلی بیگیلی خریده بود و بر حسب احترام و اینا.
و کادو دادن به من و گفتم خیلی ممنون فلان دیگه. کیک وگن گرفته بودن و خلاصه خیلی ذوق و اینا داشت که مثلا من دعوت شدم و من رفتم اونجا و این حرفا. فیلم دیدیم، گفتیم، خندیدیم، نه مشروبی نه بساط داستانی، هیچ چیزی نبود و تا دیر وقت ما کنار هم بودیم و خیلی هم خوش گذشت بهمون. من آفیش بودم فردا صبحش، گفتم که بچه من فردا آفیشم، فردا ظهرش من فردا ظهر آفیشم و اصرار که بابا تا صبح بیدار بمونیم بشیم 4 ساعت دیگه هوا روشن میشه و بعد برو و گفتم من 50-60 دقیقه راهه، نزدیک ساعت راه تا هتل طول میکشه. حالا این چرت و پرتای ریزش تعریف نمیکنم. آقا ما پاشدیم رفتیم سر صحنه و رفتیم دوباره سکانس هامون رو گرفتیم و دوباره اینا گفتن نه پاشو بیا. گفتم من آفم تموم شدیم، مثلا پروژه آف شد و روز آخره و ما داریم برمیگردیم ایران، ان شاءالله تو فرصت آینده میبینمتون، چه سفر بعدی فلان و اینا، خدا نگهدارتون. و من توی چیز بودم بچه‌ها، توی اتوبوس بودم، توی اتوبوسی که کل پروژه رفته بودیم که بریم سمت فرودگاه. توی این اتوبوسای کوچولو کوچولو بودیم که مال خود بچه‌های فیلم برداری و ایناست، اونجا مثلا سفر خارج میدن. داشتم برمیگشتیم که بریم سمت فرودگاه، مسیج اومد از طرف ایشون برای من و آهنگ انتظار رو برای من فرستادن و گفتن که این هدیه اصلی من به شما، تولدت مبارک و اینا. من خیلی ممنون و من نتونستم اون لحظه گوش کنم. خیلی ممنون، مرسی. این چیه ذره گوشم دم آهنگ منم تو اتوبوس و گفتم خیلی ممنون. آقا ما اومدیم ایران و تایمی که حالا گذشت و اینا ایشون تلفن کرد و زنگ و اینا، منم تو سر خودم میزدم میگفتم تقصیر شما کثافت هاست به دوستام که این آدمه نان استاپ داره به من مسیج میده، هی داره به من زنگ میزنه و اینا. من اعصاب ندارم، من حوصله ندارم و حالم خوب نیست و داستان میشه شر میشه. و بعد به من مسیج داد که من میخوام آدرس خونت رو واسه من میفرستی، یه هدیه میخوام ایران برات بفرستم. گفتم یا خدا چی میخوام بفرستی؟ گفت من یه هنگ دارم، یه ساز دارم برات میفرستم. یه هنگ دارم برای من فرستاده بود. گفتم که باشه خیلی ممنون. من تازه رسیدم مامانم اینا رو ببینم و اینا. من آدرس خونم واسش فرستادم. حالا اون گفتم که هیچ وقت ایران نمیاد و داستان رو یه هدیه میخواد برام بفرسته دوباره و گفت یه ساز میخوام برات بفرستم. یه ساز هنگ درام اومد در خونمونو و دوباره یهو ویدیو کال کرد. من گفتم اصلا قصه این سازی بوده که این دارن ویدیو کال کنه. حالا بعد ایناشو ولش کن نمیگم. ویدیو کال کرد و من استرس ویدیو کال جواب دادم. گفتم بله و سلام و فلان. گفت ای ویدیو کال منو جواب دادی و اینا، پس دوست پسر نداری و اینا. گفتم که نه شما بودین جواب دادم و اینا. گفت خونه‌تو ببینم، وای چقدر باحال، خونه‌تو ببینم. من یه خونه‌مو بهش نشون دادم. گفتم گفت ببینم باز کردی هنگ درام و اینا اومد و هنگ درامو گفتم که نه داریم باز میکنه و اینا. گفت باشه باز کنیم. هنگ درام باز کردیم. دوباره زنگ زد گفت من ببینم هنگ درامو بچه‌ها یه 40 دقیقه اینا هی من تو مسیج و توی مسیجایی که میداد و ویدیو کال و هی حرف و این داستانا بودم. زنگ خونه منو زدن، یعنی مثلا 11 شب بود یا 12 شب یا مثلا یه ذره که سکوت شد و مثلا گوشی مخمون رفت، زنگ خونه منو زدن. دوست دختر یکی از رفیقاشون بود. من نمیشناختم. گفتم بله. گفتش که من فلانی ام، منو اون بزرگ فرستاده و میگه لحظه اگه میشه تشریف. گفتم من یه چیز دیگه برای من فرستاده، داره سورپرایز بازی و این کارهای شروع مخزنی و اینا. گفتم بفرمایید بالا و بعد زنگ زد و نمیدونم من برات بلیت گرفتم و دلمون تنگ شد پاشو بیام، بچه‌ها تازه دارن میان و اکیپ دارن جدید داره جمع میشه، بیاین پارتی کنیم. ما اصلا چیزی نفهمیدیم در کنار شما، خوش نگذشت و نمیدونم کسی نبود و فلان و شما هم سر کار بودی و اینا. بچه‌ها منو انداختن توی عمل انجام شده. بلیت گرفت، اون اومد، این زنگ زد. ببین دوباره من 2 روز بود اومده بودم، چند روز بود اومده بودم ایران. اینی که دارم میگم امکان داره 3 روز باشه، 4 روز باشه ایران بودم این مدلی. حالا دیگه مخم نمیکش فکر کنم. بعد برگردین و بیاین و فلان اینا. من تنها کاری که تونستم بکنم توی حالا این هروکره و این استرس و این داستانا، نمیخوام حالا بگم وای من چندشم میشد از این آدم، نه گفتم بچه باحالی باش، پارتی کنیم، حال کنیم. اصلا فکر نکنیم مثلا من برای فضای عشق و عاشقی یا اینکه بخواد
یه روزی پارتنر من باشه من توش نمیدیدم، یعنی اصلا حسی نداشتم، مخصوصا تو اون شرایط روحی که بودم. خیلی طولانی دارم صحبت میکنم، ببخشید، فکر کنم ویدیو هم طولانی شه، ولی داستانی که اینجا نوشتم که داستان ترکیه شروع. ایشون اومد دنبال من، ما رفتیم فرودگاه، من تلفن کردم مامان بیا من یه سگ کوچولی عشق دارم، هم بیا این بچه منو مراقبت کن، من 2-3 روز برم بیام. و ایشون گفتم من کار دارم، من دفتر و فلان. قبلش این موضوع هم مثلا روزای دیگه چند روز گذشته بود، روزای دیگه هم مثلا یهو به من ویدیو کال میکرد، سلام چطوری کجایی و خانم قریشی فلان. گفتم خانم قریشی اومده تو دفتر، من یه 2000 متر دفتر داشتم چیز زده بودم، همون روبروی خونه هم بود، آموزشگاه بازیگری بچه داشتم میزدم و داشتم توش دیزاین میکردم با یکی از همکارام که شریک بودم، داشتم دیزاین میکردم و کارگر بود و حالا عزیزایی داشتن، یکی داشت استخر رو درست میکرد، یکی داشت باغچه رو درست میکرد و بعد همکارای دیگه هم شریکم و اینا بچه‌ها بودن، کارا رو انجام میدادیم و سفارش کار و اینا میدادیم وسیله بیارن و اینا. ویدیو کارشون جواب گفتم ببینم دفتر تو، وای ببینم، گفتم اینجاست دفتر من، دارن بچه‌ها کار میکنن درست کنن، اینجا حیاته، اینجا مثلا فلان، اینجوری نشون دادم بهش. بعد من اون لحظه واقعا نفهمیدم این آدمه همونجا این سکته رو زد و عقده رو کرد که بخواد زندگی منو خراب کنه، چون من هیچ وقت به کسی نمیگم ببینم خونه تو مثلا، ببینم مثلا، مگه اینکه خیلی بهش نزدیک باشم، خیلی دوستم باشه. و این یه چرتکه ای انداخت، یعنی از اینکه خونه‌مو قبلش دید، بعد دفتر بودن و دفترمو قبلش دید، بعد کدوم منطقه آدرس داشت، میدونست من کجا منی، یه 2-4 تا کرده بود که اوکی این آدم مثلا چیزی، حالا نمیدونم و جاش فکر میکنم، ولی این آدمه باعث شد که من همه این چیزا رو از دست دادم. هیچی، من گفتم من دفتر و زندگیم اینجوری کار و اضافه داستان دارم، من تنها کاری که به سگم و مامانم باید بیاد نگه دارم، من 2 روز بیشتر تو هم بیام. گفت خواهش میکنم 3 روز بیا، 3 شب اینجا باش، بعد برو. گفتم که ایشالله. گفت 3 شب اشغال کنیم، پارتی کنیم. گفتم اوکی باشه. آقا من با همین دختر خانممون پا شدم رفتم و ای کاش واقعا نمیرفتم توی رودرواسی و داستان. تو رو خودت تو رودرواسی قرار نگیرین. من واقعا تو رودرواسی که قرار گرفتم رفتم، پا شدم رفتم، چیزی هم با خودم نبردم، یه چمدون، فکر کن چمدون قبلی پروژه و داستان هنوز باز بود، من هنوز جمع نکرده بودم، یه چمدون دیگه برشندم، اینا که کرکسی، یه دونه تو کاپشن انداختم، یه پوتین انداختم و یه دستم پوشیدم و گفتم من 2-3 روز دارم میرم دیگه، سر واسه شخصی و رفتم. ما رسیدیم اونجا، اون 3 شبی که ایشون خودش هم لای حرفاش دروغایی که میگم دروغ و کم حافظه است، لای حرفایی که زد این از دهنش در رفت ولی یه شکل دیگه‌اش کرد. خب ما 3 روز اونجا دعوت شدیم. من این دعوت 3 روزه رو پذیرفتم. از اونجایی که فکر می‌کردم یه آدم آرتیستی که قبلا تو ایران کار کرده الان مشکل داره، قطعا میدونه که برای من مشکل ساز میشه اگر کسی بفهمه، خبر بیاد بیرون و داستانی بشه. و مدل خودم هم استایلم هم میدونستم جوریه که خب عکس و فیلمی هم تاش بخواد بیاد بیرون مراقبیم و نمیذاریم بیرون. من جایی معلوم نیست، مدلم مثلا نیست. آقا ما رفتیم یه شب اول پارتی و بگو بخند و احترام و یه اتاق به من دادن و وسایل رو بذار و خیلی محترم رفتار کردن، وسایلمو گذاشتم حوله و فلان و همه چی اضافه آوردن. گفتم دارم و فلان، میخوام بگم که خیلی یعنی خودمون که مثلا مهمون میاد خونمون چجوری رفتار میکنه. بعد گفتن اینجا اتاق شماست، هر چی میخواین لازم دارین. بچه‌ها واقعا من مثل یک مهمون 3 روز اول عین یک مهمون کاملا شرایط انسانی، کاملا رفتار انسانی و دیدم. و خیلی اومدن رفتن، پارتی بود، دختر پسر زن و شوهر نامزد، دوست دختر دوست پسر همینجوری بودن و میگفتن میخندن و با من واقعا یه مهمون ویژه تر برخورد شد، کاملا احترام و عزت. و یه کوچولو میدیدم رفتارای زشت و احساس میکنم که این الان من اینجام جوگیر شده و اینقدر بی‌ادبی داره میکنه به بقیه. مثلا فکر کنم حالا من میخواد بگه منی هم هستم، من خیلی مثلا خفنم، اون یه قلدری اینجوری بکنه، مثلا داره 4 تیکه به این میندازه 4 تیکه به اون میندازه. یه ذره اینا رو دیدم. ولی آقا تا اینکه دم آتیش وایساده بودم با همه خانم دخترها و که همتون میشناسین، وایساده بودم دور آتیش و اینا، یهو من مامبولم بود، یهو یکی صدای قرچ اینجوری از پشتم شنیدم و صدای قش 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 خنده. بعد کپ کردم اینجوری، برگشتم
خب من سوبر بودم اونجا، من نه خلافی میکردم، نه موادی مصرف کردم، نه چیزی. حتی به من گایش گفتش که چی بیارم بزنی و فلان. گفتم ببین من نه الکل میخوام نه چی، من اوکی ام، به خدا من ردیفم. بعد خیلی کم حرفی کار کنیم، شنگور چیز حرف بزنیم. گفتم من مدلم اینجوریه. بعد آروم بهش گفتم ببین من مطام چیز دیگه ای بوده، من الان نزدیک یه سال و فلان من مصرف نمیکنم و اینکه نه مورفینی هم مثل شما حالا بخوام کافی چیزی بریزیم بدیم من بخورم، قرص میخورید و نمیدونم چه میدونم اسنی برم فلان و فلان و فلان، نه اهل چیز دیگه ای ام، واقعا نمیخورم هیچ. خیلی ممنون، من الان اوکی ام اینجوری. خیلی هم خوش گذشت، کلی میگفتم و میخندیدیم و برای من بعد از این همه تنهاییایی که براتون تو ویدیوهای قبلی گفتم برای من جالب بود واقعا، یعنی خوشحال بودم. دوستام زنگ می‌زدن سر اوکی، گفتم آره خوشحالم و اینا. هر کاری کردم تو خواستم اونا رو بگم فردا ایناش بیان که تنها نباشم، نشد، نتونستن بیان. ولی خب دائم ویدیو کار میکردن، صحبت میکردن، عاشق این آدمه بودن و طرفدارش بودن و این. آقا هیچ چیز، من گفتم من هیچ چی نمیزنم و هیچ کاری نمیکنم. از دوستم پرسیده بود که سحر چی میزده قبلا و اینا، الان ما اوکی کنیم. گفته بود که نه سحر دیگه انجام نمیده ولی اینو مصرف کرده انجام نمیده. آقا این از اون اسمسی پرسیده بود که چی و فلان حرفا، همون رفیقی که ما رو انداخت تو این هچل. چه تقصیر من بیشوری کردم، ولی حرف اضافه زده بود دیگه. من به این حتی نگفتم من چی، گفتم من این کار نیستم، من چیزی مصرف نمیکنم، ولی اون اومده بود گفته بود که همچین چیزی و اینم اومد جلوی من مثلا قلدری کنه. آقا اینو بگم بخنده این گوشی براش موری تو هم گوش کن بخین. آقا گوشی براش من الان میخوام سفارش بدم. الو آقای کنسرت گذار فلانی، میگن گفت جونم و فلان، گفت بردا 2 گرم خوب فلان بردا بیار. ببین من پاچیدم و گفتم یارو کف خیلی بالاش 2 گرمه، من اصلا فرام ریخت. گفتم تو رو قرآن نکنی از این کارها، من میرم هتل. بعد نه بذار بیاره فلان، بذار من بگم. گفتم نکن. همون داشت حرف میزد من گوشیمو برداشتم اینجوری تو گوشیم اینجوری نشونم، گفتم ببین من روی این داستان یه تایمی افتاده بودم و فلان، اصلا نمیخوام این تست کنم مثلا یه بار دیگه. بعد من اصلا اینجوری میزدم، الان اینی که داره میگیری نسخ میکنه، بچه‌ها اینا همه میبینن. نکن این کارو، اصلا من استفاده نمیکنم. بخوای بدی بچه‌ها همه نسخ میشن، فریکی میشن. بعد متای جمع نیست اصلا، این متای تنهاییه. و بهش نشون دادم، این گفت چیه پنیر تبریز؟ گفتم که نه پنیر تبریز نیست، این چیزه. آقا اون بیت شعره چی میگفت؟ گفت یکی دوزش چیه؟ یکی دوزش انقدر، یکی چی یکی مثل من دورش کلوخ. این از همونجا در اومد، این از همون عکسه و اون داستانه و اینا در اومد. یعنی میخوام بهتون بگم این ما اینجوری میکنیم، من اینجوری میکنم، انقدر یارو گنده میکنه، خیلی کوچیکه که گنده میکنه. یعنی من فهمیدم گندش 2 گرمه، پرام ریخ اونجا. ولی خب من نه خندم میگیره، به خدا خود یادم میفته خندم میگیره. خلاصه سرتون درد نیارم. من دیگه اونجا گفتم نه فلان و اینا. و اون شب هم گذشت و رسید با همون شب که دید من هیچ صراطی رو واسه این آدمه نسبت به نقشه هاش و این داستانایی که تو ذهنش بود، حالا بعدن اینا رو فهمیدم. من نمیتونه به من نزدیک شه، من دختر بسیار قویم، من نظر مالی بخواد نزدیک شه، بخواد پول بده کاری کنه من قویم، بخواد وعده‌ای بده من خونه زندگی و همه چی دارم تو ایران قویم، از طرفی آرتیستم خودم و زودتر از این آدمه شروع نکرده باشم دیرتر شروع نکردم و بعد به ورودم معروف بودم. میدونی این براش سنگین بود، برخلاف این که میگه آی دخترا بیاین قوی، دختر قوی نیست. این دختر قوی ببینه سکته میکنه، کمان که منو دید و سکته کرد. مثلا از کوچکترین چیزها و ریزترین حالتهای ممکن میومد داستان میساخت و این آدم طاقت دختر قوی رو نداره. این همه چیزایی که تو ذهنش در تو با یه آدم قوی اصلا دختر پسر نداره بود در من دید و اون حجمه که میخواد، حجم
به کیفمی که میخواد نشون بده که مثلا بگه بابا هیچی واسه من مهم نیست و من خیلی گنگم و فلان، که گنگی نیست چیزی واسه مهم نباشه. یعنی اوج بدبختی و افسردگی آدم. و اون تایم تو اون زمان من دقیقاً بچه تو همین حال بودم و هیچی برام اهمیت نداشت. که اومد از من سوال کرد، گفتش که اگر سینما چه خبر. این دیالوگایی که الان داره میگه، من اندازه بهتون بگم در طی این 6 ماهی که اونجا بودم بچه‌ها، من به جرئت بهتون میگم 20 دقیقه با این آدمه مکالمه نداشتم. 20 دقیقه بگم من نشستم نیم ساعت، 20 دقیقه نیم ساعت با این آدم حرف زدم، نه کلمه حرفی، اصلا اعتماد به نفس این که با من بشینه حرف بزنن نداشت. بعد این اومد موهای من از پشت قیچی کرد. اینجا رو بگم هی دارم پرش افکار دارم، هی دارم قرقاتی میشه، بعدم ببخشید من آب میخورم، بچه‌ها کات میدن. این آدمه اومد از پشت سر موهای من قیچی کرد و انداخت تو آتیش. این اولین قدمی بود که سکوت منو دید. خب من نمیدونم چرا سکوت کردم، فقط نگاش کردم چون مهمون بودم. یعنی باید با کله میرفتم تو صورتش، چی کار باید میکردم؟ و کشور غریب بود، مهمون بود و این آدم آرتیست و یادم احساس کنم به شوخی چیپ داغون با من کرد. من نمیدونستم اصلا این برنامه هاش چیه. خلاصه گفتم خب این پشت رو زدی، این دوتای اینجا رو هم بزن، موهات خیلی خرابه و انداخت تو آتیش و اینا. بعد گفت ناراحت نشدید، من اصلا تو این دنیا نیستم، من اصلا حالم خرابه، معذبم اونجام. بعد واقعا از ته دل خوشحال نبودم. بعد از شلوغی خسته می شدم و بچه‌ها میدونم من از شلوغی زیاد خوشم نمیاد. بعد میخواستم برم بخوابم، اینا میگرفتم منو به حرف، خانم فلانی باهاش صحبت کن، فلانی تبریک بگید فلان آرتیستم. بعد اونا میترسیدن به من نزدیک بشن. بچه‌ها من نگو اصلا داستان این آدم است، اصلا من نیست قضیه که من بترسن، از اینه بود. هی با فاصله ها میشستن یه متر با من حرف می‌زدن، پسرای خود حرف می‌زدن، میومد پسرا پراکنده میشدن. من اینا رو نمیفهمیدم، بعدن فهمیدم. خب آقا ما اون شبو گذروندیم و دوباره من رفتم تو اتاقی که داده بودن خوابیدم و این آدم هی اومد سر زد به من و هی اومد سر زد خوبی ردیفی. گفتم آره من خوبم اوکیم و فرداش می‌خواستم برگردم. فردا شد گفتم چمدون همه چیم بسته بود. گفتم من پروازم برای کی برگشتم؟ گفت شما نمیری، شما میمونی فلان. گفتم نه من باید برم. گفتم پرواز منو گفت باز گرفته بودن بلیط برگشت. گفتم زحمت بکشن انجام بدن و اوکی کنن که من برم به کارام برسم، من کلی کار دارم و اینا. و اونجا بود که اومد تو چشای من که همه گفت برن بیرون، هم که نبود، از چند نفر مونده بودن. اومد نشست بغل من و اولین مکالمه طولانی ما بود. نشست یه ذره صحبت کرد، بعد گفتش که چشاش پر اشک شد از حرفش و اینا. بعد گفتش که سحر قریشی تو رو خدا منو گردن بگیر، بذار مردم بگن یه آدم حسابی منو گردن گرفته. آقا من واقعا پرام ریخت. گفتم آجی اینم بدبخته. گفتم این دیگه چقدر بد. گفتم آقا افتادیم تو داستان، من اصلا حوصله این اتفاقا رو ندارم. خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم سوخت، اصلا حالم بد شد. بعد تایپ منم نبود، دروغ چرا، میتونست یک عمر رفیقم باشه میتونست یه عمر رفیقم باشه، پارتی کنیم، عشق کنیم، با هم بخندیم، ولی به عنوان پارتنر نمیتونستم بپذیرمش. و گفتم که واقعا نمیدونستم چی بگم بهش. گفتم که نه این حرفو نزنید، حالا ایشالا خود مدیریت بهتر بکنید درست میشه، این حرف و حدیثای خودی که با ادب‌تر برخورد کنی، یه خود فحش ندی و اینا اوکیه، مردم اوکیه. خب به هر حال بچه‌ها جوونا ما خانواده‌ها نمیخوان بچه‌هاشون بیادب باشن. هی موندم چی بگم بهش. گفت بیا منو گردن بگی، این حرفا رو ول کن و فلان و این حرفا اگه نمی‌کنی اشکالی نداره باشه و بغض و فلان، حداقل یه 2 شب دیگه اضافه تر بهمون بذار ما پوزتو بدیم، بچه‌ها بیان اشغال کنیم بگردیم و بچه‌ها فلان چی، ما بریم راه بریم و بریم خرید و بریم. گفتم که نه بیرون که نه، من واقعا برگردم، خیلی کار دارم به خدا. و بچه‌ها همون شب دوباره منو نگه داشتن و همون شب دوباره دوستاشون اومدن و این آدمه شد یک آدم دیگه، چون از من هیچ ریاکشنی نگرفت در رابطه با پیشنهادش و حالش بد شد. من تو رو درواسی هم بودم و فکر نکنیم مثلا من
قهر کرده بودم. من خیلی ناراحت بودم از اینکه شرایط خوبی نبودم که اونجا بودم و دوست نداشتم بیشتر از این باشم و یه نفر میدیدم طرفم دوست داره با هم دوست بشه و تو تایپ من اگه خوشم میاد واقعا اوکی بودم، میگفتم آقا حال کردم باشم دوست شدم. واقعا تایپم نبود. از دوست پسرای قبلی میتونید اینو بفهمید. هیچی دیگه. بعد ما از همون شب من فهمیدم شروع کرد فحش دادن به این و اون و عربده کشی و فاصله بگیر و به اون و به این و به اون و به اون. یه دفعه من دیدم آقا مثلا نگاه کن توی خونه یه نفر مهمونی به زورم تو رو نگه داشته اضافه تر بعد داره به همه فحش میده به جز من. داشت به همه فحش میده. من معذب، همه معذب، هی سکوت، هی فلان. یکی بعد یواش یواش یکی از بغل من رد شد، یهو حرفاتش یواش یواش ناموسی میشد، رد نشو میخوای فلان کنی این فلان اون فلان. من پیچیدم رفتم تو اتاق، گفتم من برم. اومد و حالا یه سری چیزا اتفاقا رو سانسور کنم چون خیلی زیاد داره میشه. مشروب خوردن، اشغال کردن، مست بودن و فلان ایناش بماند. اومد بالا گفتش که پایین نمیای. و گفتم نه من میخوام برم، اگه بشه از صبح دیگه خانم اوکی کنن و اینا. من به زن آقای فلانی هم گفتم و چیز منو بگیره، پرواز بگیره و پرواز منو اوکی کنه که من برم. گفت نه مگه الکیه مگه فلانه نمیدونم. قبلش هم من پایین دور آتیش پیش بچه‌ها بودم، مگه الکیه و مگه فلان من باید اجازه بدم و اینجا تو کسی بدون من دستور من آب نمیخوره و فلان و این حرفا. شروع کرد فحش دادن و بد صحبت کردن، عربده کشی. من یا شوکه شدم، گفتم شما اینقدر ناراحتین؟ خب من دارم میرم الان، برای چی دارید به من داری بیادبی میکنی الان؟ خیلی ممنون، خیلی هم زحمت دادم، خیلی فلان کردم. آقا یه دفعه خودش رو عمدن عصبانی کرد، زد تو گوش من که تو اصلا برای چی اینجوری با این دختر رو حرف میزنی؟ چرا به دختر رو بیادبی میکنی؟ اگه اینا بهت بگن فلان خوبه، اگه اینا بهت بگن فلان. من اصلا شوکه شدم. آقا من فهمیدم که این آدمه اصلا چند تا خلاف رو هم کرده. این فقط 4 تا دونه آبجو نخورده، این چند تا خلاف رو هم کرده، این پاچیده. و خب بچه‌هایی که بالاخره خلاف و این آشنای رفیق میدونین پارتی کنن و اینا میدونن که خب تو این شرایط نباید به کسی نه چیزی رو به دل بگیرن نه چیزی، باید اینو هندل کنن یارو رو. نگو اصلا یارو دیوانه است. پایین همه عادت داشتن و این برای من عجیب بود. بچه‌هایی که پایین بودن رفیقای این آدمه عادت داشتن به این موضوع و براشون عادی بود. من کپ کرده بودم و من از خجالتم، چون از عمد کاری کرد که کل پایین بفهمن که این آدمه یومن رو زده و هیچ کس بالا نیامد، هیچ کدوم از اون دخترها، هیچ کدوم این هیچ کس نیامد بالا. خب قطعا اگه طرف حالش بد شده باشه میان بچه‌ها بالا، هیچکی نیامد بالا و من شوکه شدم از اینکه ای آجی اینا اصلا مثل اینکه عادی داستان، چرا همه طبیعیش میکنن. و من تو اتاق در بستم و موندم تو اتاق تا صبح شه، چون شب بود. بعد گفتم من شبونه میخواستم برم ولی گفتم که الان میخوام زنگ بزنم و فلان و اینا طول میکشه و بعد بیان و برن اینا مستن، بذار فردا همه که آرومن یا خوابن و فلان، من فردا صبح برم. بچه آهنگ بهد و از همینجا اگه برید یه بار دیگه گوش بکنید، اون شب آهنگ بهد و این آدم میخواست بنویسه و اون عذاب رو به من داد. شما برید آهنگ بهد رو گوش کنید این بار از زاویه من و فکر کنید که تمام این آدمه که پاچیده منم و بدونید این آدمه کلن خودش رو دیس میکنه توی آهنگاش، فکر نکنی کسی دیگه ای رو دیس میکنه. تمام اون آدم بدا خودشه و تمام اون آدم خوبا تومه هایی که اون اطراف هستن. و این آلبوم بهد کلن به جز یه دونه آهنگ که کلن دروغ نوشت، تمام اون آهنگا واقعا بلاهایی بود که بچه سر من آورد و من SMS هایی بود که بین من و اون رد و بدل میشد و حرفایی بود که رد و بدل میشد و اینو دارم میومد من تو فشار میذاشت، از من میکشید به قول خودش شعر بیرون و میرفت مینوشت. من 6 ماه تمام اونجا بودم و این سفر 3 روزه من تبدیل شد به 6 ماه و هر روز کتک خوردن. میخوام یه خود از جزئیات بیام بیرون، حالا چرت و پرتای ریز و پیز و اینا رو نمیخوام بهتون بگم، حالا یه خود کلی‌تر دیگه صحبت کنم اما اولش مهم بود. این آدمه
خیلی بی اعتماد به نفسه، به شدت آدم پوچ، خالی، بی اعتماد به نفس. بچه‌ها میدونم قولی که از خودش ساخته براتون میگه این اعتماد به نفس نداره. بچه‌ها هیچ اعتماد به نفس در این آدم وجود نداره، همش کاذب، شاخ مجازی، لات مجازی، گوشی رو بگه دوربین باد کنه فلان، اصلا همش چرت و پرته. اصلا از ریشه، یعنی چیزی که من دیدم از ریشه این آدم 2000 توش نیست. یه آدم مریض، افسرده، حال خراب، به زور میگو باید بیای توی اتاق بخوابی، منو به حالم بد نشه، قلبم نگیره، فلان نشه. آقا من واقعا نجاتش دادم، یکی 2 شب بیشتر از 2-3 شب نجاتش دادم. این آدم یهو توی خواب بلند میشد، نفسش بم بعد میدوید فرار میکرد. حالا کجا میرفت بعد میگرفتیش که نره از پنجره خوشو بندازه پایین. و این روزا رو هم من دیدم کنار این آدم، فکر نکنیم. و بیشترین اتفاقی که من تحمل میکردم دلسوزی و بدبختی و تنهایی بود که این آدم از من بیشتر داشت، یعنی خیلی بدبخت بود. ولی زوری اونجا بودم واقعا. اگه میان میگن آی تو تتو کردی، این داره دروغ میگه، رابطه‌ای بوده، فلان بوده، بهمان بوده، بچه‌ها خواهش میکنم الان دیس کردن این آدم چیزی به من اضافه نمیکنه. انقدر این آدم از من کم کرد، انقدر کسر لاتیه اصلا اسم اینو آوردن، انقدر شأن من آورد زیر سوال، انقدر حرفای دروغ و چرت و پرت اومد زد که همتون من راست میگم. یارو میاد آقا میرین گوش میکنین حرفای مفت یارو رو، میاد خودش جز این که خودش به خودش بگه خوشگل و خوش تیپ و خفن، جز این که خودش از خودش تعریف بکنه، یعنی هیچ چیزی نداره. و اینو انقدر تکرار کرده شما هم عادت کردید. بماند که یه عدتون واقعا سربازین و من سربازاشون رو دیدم. شما رو اینجوری اینقدر بی اعتماد، عین خودش بار آورده، بی اعتماد به نفس، بی عرضه، یه آدمی که مریض روانیه و یه دونه مریضی نداره. مثلا میگیم اسکیزوفرنی، یارو 3 مدل دیگه هم بغل این داستان داره، یعنی همه چیش خراباتیه. من اونجا 6 ماه کتک خوردم. کی جرأت داره، کی روش میشه بیاد الان بگه؟ من اومدم بگم به خاطر اینکه این آدمه داره میره تو سمت حرفای ناموسی. من تهدید میشدم. گوشی موبایل منو ایشون بعد همون 3 روز معروف از من گرفت. با رفیقاشون یوتیوب درست کردن، اپل آیدی زدن، یه کارای اینجوری کردن، یه یوتیوب جدید درست کردن و بعد از این ور تو یوتیوب فش میداد به من. من اصلا یوتیوب نداشتم و نمیدونستم. اینو که میگم خیلی من بدتر از شما فهمیدم که اصلا قصه چیه. یعنی من همچنان در کتک خوردن اتاق والای زیر شیربونی که خیلی از دخترایی که اونجا در جریان ویلای قبلی بودن میدونن کجاست و چیه و چه جوریه داستانش. من فقط درگیر این کتکا و این درگیر و بی دلیل و تو رو درواسی این که فلانی داره منو میزنه و نمیدونستم دفاع کنم، الان من بزنمش، با کله برم تو صورتش بگیرم بهتر چیکارش کنم، بعد زورت هم بهش میرسه، تو حالت بد میشه. یعنی خودتونو بزنین جای من، یه آدم کوچولو کلا انقدی کوچولو جلوت وایساده، بعد قلدری هم میکنه، بعد داره تو رو مثلا بی دلیل میزنه و تو نمیفهمی چرا. چشا کاسه خون، یه پرده روی چشم. ببین بچه‌ها مورفین میزنن سردیشون میکنه، بعد میرن شیشه میزنن گرمشون شه، این تیکه شه که ای سرد میشه گرم میشه، ای پشمای آدم میریزش از همین جاها اومده. و یه ذره عقلتون یه خود استفاده کنین از مختون. بعد چرا حالا پشمای یارو میریزه؟ برای اینکه وقتی تو این فاصله این اتفاقه یارو میاد یهو مثلا میزنه سرقرشو میترکونه، بعد یهو میاد میبینه واو زده ترکونده از بالا تا پایین. بعد چرا زده ترکونده؟ یا میگه اوه بی گو خوردم، میره 4 جفت کفش میخره، میاد با همین آقای که کنارشون هستن الان دیزاینرشونن، اینا رو اسم میبرم، نشونه میدم بدونید که من دروغی ندارم این وسط بگم. میرفت 4 جفت کفش برند فلان میخرید، می آورد، بعد دوباره میدید که گفتم خیلی، من نگاش میکنم ترکیده مثلا، میگفتم که خیلی ممنون، من فقط می‌خواستم برم بچه‌ها، من هیچ چیزی نیاز نداشتم تو اون خونه. بعد گفت یه بیت شعر دیگه میومد، من برات بانک بخرم تو با هم قهری. بابا بکش بیرون داستانو، مخت ما رو چی داری میگی اصلا؟ کجایی تو این قصه؟ یعنی ببین الان دارم میخندم واقعا، اصلا تعریف کردنش هم برام خنده داره. من خیلی عذاب کشیدم بچه تو اون خونه. من نمیدونم چجوری بهتون بگم، دخترای اونجا سرباز شده بودن که من اگه وقتی موقع وایسش رو میکردم با طرفدارای خودم حالم بد میشد.
یعنی میگفتن طرفدار من، دوستای من اسمشون همه رو حفظم، مثلا بچه‌هاش میومدن مثلا من باهاشون میگفتم، اگه بهشون میگفت باباشون بعد میگفتش که سهر جون اگه دختر من دانشگاه قبول شه چیکار، یه جایزه بهش میدی؟ میگفتم آره شام با هم بریم بیرون یا ناهار با هم بریم بیرون. و اینا عشق میکردن، بچهای که حالا دبیرستانی بودن. بعد نمیدونم با علی و ملیکا و بچه‌هایی که میشناسن شیدا اینا همه بچهای طرفدارم، من اینا رو اونجوری نگاه میکردم. بعد حالم بد میشد، نگاه میکردم یه مش بی سواد درس نخونده این دختر فراریا، یه مش چی بگم لباسهای داغون پسرونه کهنه های یارو تنشون، بعد چش سلطان، چش فلان اصلا پرام بیریخت. 2000 اعتماد به نفس نداشتن دخترها اونجا، خدنگ بودن. من اصلا اینجوری طرفدارامو بار نیوردم، من قوی بارا بردم. من یه جنس دیگه ای با بچه هم بزرگ شده بودم و اینکه اینا رو اینجوری میدیدم واقعا حالم بد میشد و مادران نگاهشو میکردم واقعا. ببین بخوام حالا برم توی قصه واقعی، بذار تیکه تیکه بهتون بگم. بچه واقعا توی اون خونه عین 6 ماه من توی اون خونه کتک خوردم، عین اون 6 ماه من تو اون خونه فش خوردم، تو اون خونه حرفای زشت و رکیک شنیدم. من 24 بدنم کبود بود، هی میگفت کبودیت خوب شه بعد میذارم بری، بعد این تا بعد این خوب بشه، بعد هی میگفت تتو کن درد بکشی، من درد بکشی دیگه نزنمت. بچا بعد میگن شرایط کدومه؟ گریه میکرده. آره وقتی صورت من ترکیده، وقتی همه جام بدنم درد میکنه منو به زور میاری میشوری با ترکیدن از یه ماه مثلا 2 ماه دارم هر روز کتک میخورم از تو بی دلیل، بعد سنمی هم باهات ندارم، من یه آرتیست دیگه هم تو یه آرتیست دیگه، نه دوست دخترت هم نه نسبتی با تو دارم نه اصلا هیچی، خواهرتو برداشتی آوردی که همه چیز زیر نظر چیز باشه. بچه‌ها دست به دست دادید و مامانش کادو داد و اون اومد گفت تبریک میگم و خانوادگی مشکل روحی روانی دارن، اصلا اومدی اینا رو آوردی دور من چیدی، مراقبت کردی از همه چی، بعد من بیام بشینم تتو کنم سوزن بخورم با این چیزای زشت بیریخته. بعد تو مثلا با حالا تامین کنسرت داشتی، دستات باید پر باشه تو کنسرت من. چرا؟ مگه تو چه گویی هستی اصلا؟ ببین خانومی که واسه من دستای منو نینوش چی بود؟ نینوش بود فکر کنم اسمشو میبرم، نینوشو بدیدن. نینوش بپرسید اگه جرأت داشته باشه دهنش باشه، البته چون چیزی که من ازش دیدم یه خورده بی اعتماد به نفس زیادی بود. نینوش وقتی دست منو داشت تتو می‌کرد، اینجا عکس این یارو سنگ قبر رو داشت، میدونست زوریه. نینوش داشت اشک میریخت، زن گنده گریه میکرد. بچه‌ها یعنی الان اینا جرئت نمیکنن به خاطر اینکه از حرفای ناموسی میترسن، به خاطر اینکه از فوش میترسن، آبرو میترسن. من از هیچ کدوم از اینا نمیترسم. اگه تا الان سکوت کرده بودم فقط به خاطر این بود که حالم خوب نبود، من شکنجه شده بودم. من توی خونه بودم که 4 روز آخر آب و غذا بهم نمیدادن. من تو خونه بودم که به زور تو دهن من قرص میکردن، عین این دیوونه خونا تو دهن من چک میکردن که قرص رفته پایین یا نه. قرص بدون آب به من میداد که من تشنگی خفه شم. بچه‌ها اینا که دارم بهتون میگم از یه آرتیست بر اومده با یه آرتیستا. بعد دردش چی بود؟ 40 دقیقه داره منو میزنه. میگفتم چرا میزنی؟ به من بگو چی شده، بگو چرا، مگه من دشمنتم؟ مگه من با تو چیکار کردم؟ میگفت فلان به فلان ننه و بابا و جد آبادت به کجا وصلی؟ الان 6 ماه 4 ماه الان موقع تو تایمش اینقدر زمانه که تو اینستاگرام یه دونه استوری هم نذاشتی، چی شد؟ یه دونه فالوورات کم نشده؟ کجا وصلی؟ آقا من یه اینجا اون زمان آفتابینا گرفتم تو کیش ها، اینا که گفتم با دوستام تو ویدیو قبلی، آفتابینا گرفته بودیم. من اینجام لک شده بود، یه چند تا اینجوری لک‌های چیز زده بود اینجای من. آره اینجای مهره، تو پرستویی تو بعدا من نمیفهمیدم، گوشی نداشتم ببینم که این میاد تو یوتیوب چه چرت و پرتایی مینویسه. دخترام که بچهای خودش بودن نمیگفتن، زمان برد که یکی دوتاشون به من اعتماد کنن و بیان ببینن که من لوشون نمیدم که بخوام کتکی چیزی بخوان، چون همش در حال کتک خوردن بودن یا لخ کردن دخترای دیگه و نودای اینا اون چک کردن. ببین من فقط اینا رو نگاه میکردم. برگشت گفتش که آره این یکی از بچه‌ها دخترها اومد گفتش که آره این داره تو یوتیوب چیز بنویسه و فلان و این حرفا، یه کاری بکن. گفتم من باید چیکار کنم؟ چی داره می‌نویسه؟ گفت اینا. من اون موقع فهمیدم این تازه داره چه گویی میخوره، من خبر ندارم و تمام حالم این بود که چرا یه نفر نمیاد سراغ من.
چرا اینو مردم که میشناسن اینا رو داره مینویسه، چرا یکی نمیاد سراغ من مثلا بگه که آقا جان شاید هم اومدن باور کن من چون هنوزم موبایل اون خطمو دیگه ندارم چون انداخت تو آتیش و اینا دیگه ایران بعد وکالت دادم برادرم گرفت و اینا و دیگه شماره هیچ کس ندارم و اصلا دیگه به دردم نمیخوره اون خط چون دیگه سینما هم کار نمیکنه. یعنی تمام این داستانا رو که دارم خورد بهتون میگم یعنی باز کنم برم چیزی تو ذهنم از دارم بهتون میگم عین واقعیته. یعنی من زودتر از این که این دخترایی که الان اومدن ویدیو گذاشتن تو یوتیوب بیان حرف بزنن، خب دوستای من اینجا میدونستن داستانا، مثلا من سرفه میکردم بالا آقا من کتک نمیخوردم سر سرفم، این کارگردان و بازیگرا باید تنت بیان بیرون، تو رو کی فرستاده؟ تو رو جمهوری اسلامی فرستاده؟ بچه واقعا داره رشته کلام از ذهنم میره بیرون که بخواستم به ترتیب بهتون بگم ولی دیگه دیدم خیلی دارم ریز براتون توضیح میدم. واقعا این آدم روانیه. یعنی من یه جایی واقعا فکر کردم که آره جمهوری اسلامی اینو به این گفته که سحر قریشی رو بردار بیار مثلا این بلاها رو سرش بیار. حالا چراش به خاطر اینکه کنسرتت مثلا ما پولشویی کنیم فلان کار کنیم، چون اینا رو من خونش میشنیدم. این آدمه خلاف میکرد رو هم بعد میرفت یواشکی شیشه میشه اینا هم چیزی میزد میومد یه دفعه چشاش میشد کاسه خون. خب ما هم که یونجه نخوردیم که، ما هم غذا خوردیم میدونیم دیگه، یارو مهد و پتا رو میشناسیم که چیکی رو چه جنسیه. یارو اومد منو گرفت زدن، حالا جلوی خواهرش و همه، حالا جلوی کسی که همه عادی بود براشون. خواهرش اومد گفت تو رو خدا نزنش و اینا، قضیه موهی که موهامو کوتاه کرده بود تا اینجا مستری شده بود ده بزن و این باید آدم شه. من باید یه قیچی گنده دستش موهای منو قیچی میکرد منو میزد و من استرسش این قیچی تو چش و چال من نره. هیچی نمیگفت، یعنی هیچ دفاعی هیچ عکس العملی از خودم نشون نمیدادم و همچنان کتک میخورم. فکر نکنید نمیتونستم رو بزنم. یارو اصلا روز آخر که حالا زدمش رو براتون تعریف میکنم. بعد هی من مراقب بودم که اتفاق وحشتناکی نیفته. 7-8 کمتر 3-4 تا دختر دیگه جز خواهرش هم بود و اینا خودشونو میزدن گریه میکردن و یکیشون هم که بهش گفته بود تو جای سحر رو میگیری، من تو رو بیشتر از سحر دوست دارم، وای تو چقدر خوشگلی. یه چیز داغونه تو دیوار، چون خودش آدم بی‌اعتماد به نفسیه دیگه. معمولا برای اینکه سرویس خوب بگیره میره به این دخترایی که خیلی بیریخت و خیلی داغون و خیلی زشتن. مثلا اونا دقت کنین تو هیچ کدوم از عکسایی که از مثلا میذاره صورت نمیذاره، چون صورت ندارن و این اصلا اعتماد به نفس اینو نداره، فقط الکی تعریف میکنه و اینا. و مثلا یکی باشه که همه چی تموم باشه واقعا اصلا این طاقت نداره، نمیتونه، خودش انقدر کمه تو خودش که نمیتونه مثلا ببینه که یه همچین مثلا آدمی کنارشه و مثلا حتی دوستش داره، انقدر که هیچکی دوستش نداشته واقعا. بعد این موهای منو شروع کرد قیچی کردن و اینا. از اون ور به خواهرش گفته بود که بیا این موها رو یه کاری کن، نمیدونم اینا موهای منو جمع کرده بودن. فرداش یکی طرفدارش رفت موهاشو کوتاه کرد، موها رو داد به خواهر، این یه ویدیو درست کرد که مثلا به من گفت بنداز تو آتیش، من انداختم تو آتیش، چون به زور به خواهرش گفت ویدیو درست کن. بعد نگو اینا همه نقشه بوده که بعداً بگه نه این از خودش بوده موهاشو کوتاه کنه، موهاشو ماشین کنه، نمیدونم اینها واسه فیلم بوده بعد خواسته تتو کنه. نه اصلا اینا نه. بعدش اینا موهای من تیغ زدن، منو برداشت برد توی همون کله من اینجوری کرد توی همون تیغ زدن، کله من اینجا آب میگیره کف و فلان حرفا، تیغ زدن. اوکی دوش بگیر بیا بیرون تتو کاری کردلتو. این هر کاری کرد واقعا منو نتونست از اون ریخت و قیافه‌ای که میخواست بندازه بقیه رو مینداخت بندازه، چون همه چیزی به من میومد و حالش بد میشد. هی میگم این باز هنوز قیافش خوبه، این چرا قیافش عوض نمیشه که تتوی سرمو زدیم. و همچنان خواهرش داشت ویدیو میگرفت و اگه کسی کاری انجام نمیداد، چون این میرفت اون پایین شیشه میشه میکشید، اگه کسی کار انجام نمیداد و این در جریان نبود که ما همه سرمون گرمه. بچه‌ها خیلی طولانی دارم صحبت میکنم، خودم این ناراحتم، بعد هم میخوام زود تمامش کنم ولی پرش افکار پیدا کردم، واسه همین گفتم که بذار من دیگه خود با آرامش بقیه رو براتون بخونم. ولش کن این حرفای اضافه رو، بذار بریم سراغ آلبوم بهت که بهتون گفتم. زندانی شدن من از آلبوم بهت شروع شد، آلبوم بهت تموم شد، من از نصفه های آهنگ قفس اومدم و قفس با من تموم شد و بهت با من شروع شد. یعنی شما یه بار دیگه برید آهنگا رو گوش بکنین، دیسا همه خودش بود و
تمام از زاویه من نگاه کنید میفهمید حتی ریز به ریز کلمه که من چه روزایی گذروندم اونجا. و این آدم خودش رو دیس میکنه، نه کسی دیگه یا کسی. همه خوبن، یعنی تو اون خونه همه آدم حسابی، همه خوب، همه رفتن با عشق بلا استثنا. حتی اونی که کمتر عشق داشته و بیشتر عوضی بازی داشته بالاخره با اون عشق رفته بوده تو اون خونه و کنار این آدم بوده. این آدم لیاقتش رو نداشته هیچ وقت. من خودم شاهد بودم که همه چقدر دوست با عشق رفتن کنارش وایسادن و بخشیدنش. آقا از شکنجه‌هایی که من میداد براتون توضیح بدم. مثلا طرفدارش رو می آورد میزد جلوی من، یه بچه 40 کیلویی مثلا فکر کن دختر کوچولو رو ده، میزد. بعد میگفتم من چیکار کنم نکنی؟ بعد به من میگفت نگاه کن. بعد من خب میرفتم سمتش دیگه، میگم نکن. به خودمو میزد کاری نداشتم، ولی کسی جلو میزد میرفتم جدا میکردم و گفتم که نکن و فلان و این حرفا. گفتش که میرفت پایین دوباره دور میزد میومد بالا اینجوری کرد میخواین دوباره کتک نخورین بیاین زیر تتو بشینید. ببین یعنی بیاین بشینید که فقط من بعد میشستم، بیاینی وجود نداشت. دوباره من حاضر بودم این بچه کتک نخوره، اون یکی چیش نشه، دوباره ما یه تتوی چرت و پرت چی بزنم. میگفتم هر کار دوست داری بکن، یعنی میگفتم هر چی دوست داری بزن عزیزم. به این دختر به اون یکی خودش انتخاب میکرد. رو کوک بود میگفت آره اما اینو بزنه خیلی قشنگه، اونو بزنه. میدونی من فقط ساکت بودم و هیچی نمیگفتم. گفتم تاش دیگه داداش تتوی دیگه. این دردش میگرفت. من خواهش کردم برای بار 40م که این برم زخمه اون برم جره پاره است، بیان اینجا رو واسه من بی‌حسی بزنن. گفت بی‌حسی تو این خونه فوش خار مادره، کسی تو این خونه بی‌حسی نمیزنه. بدون بی‌حسی به کسی که اصلا بک‌گراند کار نبود گفت اینو بزن. و این دختره داشت همزمان اشک میریخت، اینو میزد با خواهرش حرف میزد. آره من نمیتونم، خواهرشم تتو آرتیست بود، من نمیدونم چه گویی بخورم فلان. اون میومد چه خبره، دوتا البته میزد، دوباره این دستاش میلرزید زنه گنده دوباره و بقیه تتو. یعنی اصلا فکر نکنید که تا اینکه حالا این وسط بچه بماند که من هی بهش میگفتم من میخوام برم و آقا بکش بیرون و ولمون کن و من مثلا با تو کاری ندارم و من به کسی چیزی نمیگم و این همش میترسه من شکایت کنم. گفتم من شکایت نمیکنم، به کسی چیزی نمیگم و میخوام برم. گفت کبودیات خوب شه برو. آقا کبودیات خوب شه برو، تتو تموم شه برو. سر تا پای منو لاین کرد که منو نگه داره. یعنی تیانا این پای منو یه لاین میزد، لاین یه اینقدر تتو روی این پام. خب این لاینه گفتیم تموم شد. ببین باورتون نمیشه انقدر همه جای من زخم بود، بسته بندی بود و کل بدن منو اصلا تو فکر کن تو 6 ماه کاری که با خودش رو 20 سال کرده رو تو 6 ماه داشت با من میکرد و انقدر همه جام زخم بود و کتک خورده بود. یعنی هم درد و کبودی و کتک ها و فلان، هم زخم تتو و اینا. تیانا سوزنشو، یعنی یه جا دیگه تیانا قصه خورد، یعنی تیانا کمکم کرد. بپرسین ازش، این سوزن تتو رو میزد روی پام، دست و پام اینجوری میپرید. یعنی انقدر بدن من سوزن خورده بود، کتک خورده بود، انقدر درد وارد بدن من شده بود بچه. بدن من جون این که یه سوزن بخوره نداشت، دست و پام اینجوری میلرزید. من اصلا انقدر داغون بودم که واسه سوزن تتو که حالا قبلا خودم 10 تا تتو داشتم که قربونت گریه‌ای نکردم. اصلا گریه کردم. گوه خوردی زدی حرومزاده. من اصلا ناراحت بودم. مثلا هرچی تو میگی، تویی که اومده میگی من انقدر کثیفم و بدم و بو میدم و حاجی منو تهدید میکرد که الان میرم دیگه فهمیدم، من یوتیوب فهمیدم، من میرم تو یوتیوب مینویسم که سرقرشی بو میده و میرم جای ناموسی حرف میزنم. الان میرم همینجوری با همین ادا الان میرم میگم تو فلان. اصلا خب ببین زشته دیگه، واقعا زشته. من اون موقع تو اون شرایط واقعا حالم بد بود و قصه میخوردم که چیکار باید بکنم که این نگه. مجبور بودم به هر چی که میگی گوش بکنم، مجبور بودم گوش کنم، مجبور بودم وقتی طرفدارش جلوی من میزنه کتک میزنه لختش میکنه، مجبور بودم بمونم تو اون خونه خفشم، مجبور بودم دعوا نکنم، وگرنه زدن و کشتن من اینجوری بود. یعنی اصلا از خودم دفاع کردم. یعنی اگه پلیس میاد میدید که من از خودم دفاع کردم، میدید شکنجه ها رو. کاتر سیگار برگشو اگه طرفدارش یواشکی پاشو نمیذاش روش با کفش آروم، انگشت من الان نداشتم.
اون شبی که با قیچی اومد موهای منو شروع کرد زدن، منو گرفت از طبقه بالا موهای منو گرفت کشون تو پله، فقط کتک زد و 4 تا دختر فقط جیغ زدن، خواهر گندش فقط جیغ میزد. ببین پسرا و کسای دیگه هم که ماشاءالله هیچ کسی هیچ کاری نمی کرد. بچه‌ها مجبور بودم سکوت کنم، چون قیچی دست یارو بود، چون فلان چون راهی نداشتم. کیف اون موقعی که گفتم من میخوام برم، اون کیف مدارک منو برداشت، هم پاسپورتم توش بود، هم پولم توش بود، هم گوشیمو گرفته بود. من چی داشتم کنم؟ تش پیش خودم میگفتم اوکی من میرم مثلا سفارت، ولی چه جوری برم از این شهرک بیرون با این پایش دست و پای شل؟ خیلی خیلی چیزایی هست که بخوام توضیح بدم، یعنی داستان توش در نیاد، ولی بخوام مو به مو بهتون بگم داستان. همون آقای کنسرت گذار الان باید وقت کارمو پس دادن شما هم هست، با اینکه جز احترام من به شما گذاشتم نه شما به من، ولی داداش شما وقتی که میرفتی میدیدی این صحنه ها رو کاری نمی کردی، تویی که شاهد این بودی که با من چه کاری چه بلاهایی سر من میاره هیچی نمیگفتی، تو گناهکاری. تو الان باید کارما پس بدی، حالا یا مالی پس میدی یا یه جور دیگه. تویی که وقتی دختر دیگه شکایت میکردن پول میدادی، پلیسا رو میخریدی، ترکی حرف میزدی، تو الان باید جواب بدی داداش. بکش بیرون پاتو، کارمای بد سنگین باید پس بدی، پاتو بکش بیرون، یه جا بیا یه خدمتی بکن در مقابل این دخترها. و من که گذشت از بقیه، خدا وکیلی یه کاری بکنین. یا بقیه که همه رو بیرون کرده، نه بیرون کرده که دروغ، یه موضوع بیرون کردنه، همه فرار میکنن، همه خودشون میرن. این آدم میگه من بیرونشون کم زدم گفتم برو، نه دروغ میگه دروغ میگه. حالش شب میزنه زیر گریه، اصلا میبینه فلانی رفت از وحشت و ترس، از ترس تنهایی، از اینکه بیرون نمیرم که آی به من انرژی مردم. نه تو بیرون نمیری چون دشمن زیاد داری، تو بیرون نمیری چون خیلی ها رو اذیت کردی، خیلی دخترها رو زدی و داغونشون کردی، خیلی عقده دارن بهت، تو از ترست بیرون نمیری. تو از منم میترسیدی. من بعد از اینکه اومدم از اون خونه تونستم بیام بیرون، تو دست و پات داشت میلرزید. 50 نفر خونت دعوت کردی که خونه تا خالی نباشه، فکر کردی مثلا من اینقدر احمقم مثلا همونجا همون موقع بگم وای برید کمک. نه خیلی صبورم. دیدی که از ساعت یه شب از ساعت 3 بعد از ظهر من کتک خوردم تا 8 شب. که چی؟ فکر میکنید که چی؟ تئاتری بودا. واقعا تو دلم میخندیدم نگاش میکردم. از ساعت 3 بعد از ظهر تا 8 شب کتک خوردم. بدا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگفت به من سجده کن، من خدام، همه به من سجده میکنن، باید به من بگی سلطان. میرفت این صندلی طلاییشو بغلش یه دونه تاج پلاستیکیه و اون عصا چوبیه که مثلا من یه بار توی جواب دادن بهش مثال زدم، عصاشو برمی‌داشت راه میرفت، میخواست مثلا ایجاد رو با وحشت کنه، حاجی من خندم میگرفت. یعنی طنز بود قضیه، وسط ملودرام طنز بود. من میفهمیدم این طبیعی نیست این کاراش، ولی حاجی از ساعت حاجی میکنم من از ساعت 3 بعد از ظهر تو گرفتی منو زدی بابت چی؟ هیچی. هی میگم چرا منو میزنی؟ هیچ جوابی نداری بگی، اصلا چرت و پرت. بعد داستان میتراشید، بعدش داستان مینوشت توی یوتیوب. آره دوستای من 2 تا دختر اومدن اینجا، من به خاطر این گفتم بیان، بعد دوست من نیاز به کمک داشته، این نمیدونم نره پولیشه فلان. اصلا این حرفا چیه؟ چرت و پرت داره میگه. 2 تا دختر رو برداشته بود سر آهنگ آخری، میگفتم تو با آلبوم بوتی آهنگش دروغه بقیه‌اش راسته و هم دیسا خودشن. یه 2 تا دختر رو برداشته بود آورده بود، گیر داده بود به من که ببین خوشش میومد از این ماجرا که مثلا دخترها سرش دعوا کنن، خب ولی اشتباه انتخاب کرده بود. من اصلا کیفم هم نیست، کلا با ادب بخوام بگم من اصلا کیفم هم نبود که اصلا دنبال این داستان. آقا بی خیال چی داری میگی؟ داری در مورد کی صحبت میکنی؟ کیو داری با کی باید تو مقایسه؟ دختر رو برداشته آورده
تو دختر آورده، خب اینو قبلا پولشون داده بود، قبلا داستان خاطر داشتن. دختر خودش به من تعریف کرد، گفت ما قبلا بودیم و فلان. دید اصلا من تو فاز اون در و دافایی که قبلا کنار این جنگا رو به پا می‌کرده اصلا نیستم. کلاس من، شخصیت من، یارو اصلا اومد تو ما رو دید، فهمید اصلا ما اون چیزی که این تعریف میکنه نیست داستان. و کلی هم گفتیم باهاشون، خندیدیم و گفتم من بخوابم و یهو اومد گفتش که چرا دوستای من تحویل نمیگیری فلان، چرا تحویلشون، اینا قراره اینجا بمونن، اینا قراره اینجا باشن فلان باشن، چی حسودیت میشه اصلا. بابا تو کی هستی اصلا؟ من اصلا با تو چی کار دارم؟ من میخوام برم خونمون. من 3 روز اومدم اینجا، تو منو داری نگه داشتی، هم کتک زدی و ترکوندی منو، اصلا تو شکنجه کردی منو، این بلاها رو سر من آوردی و توقع داری که مثلا چیکار کنم الان؟ همون نقشی که نوشتی و بعد بازی کنم جلو مردم، مثلا پشت مردم مثلا بگیم هیچ. بچه‌ها خیلی اتفاقات عجیبی افتاده تو این خونه. من فکر می‌کنم از این ویدیو بعداً نمیگم کاش اینو میگفتم، کاش اونو میگفتم، اینو یادم رفت، اونو یادم رفت. بعداً اگه پاش بیفته دوباره بخواین براتون ادامه یه سری چیزا رو هم میگیرم، ولی میخوام بهتون بگم 6 ماه من اونجا عذاب کشیدم. این آدمه خیلی آدم عوضی دروغگوییه. بعد به من میگفت چرا ورزش نمی‌کنیم. این از قبلش من پرسید برنامه چی کارا می‌کنی سحر جون فلان، گفتم والا من از سینما خسته شدم، یه خود دیگه بالاتر از این نمی‌تشیم که چه اتفاقی میخواد برامون بیفته. ما سینما دیگه میریم سمت پیر شدن و دیگه میشیم پیشکسوت تاش، دیگه اتفاقی نمیفته، پول بیشتری هم در نمیاره و اینا. میخوام سینما رو، برنامه‌ام اینجاست که برنامه‌ام اینه که من یه سال این دفتر سینماییمو اوکی کنم، بدونم خانواده‌ام اوکی ان و از اسمم استفاده میکنن. بعد دیگه از ایران میخوام برم پیش بابام، برم پیش عموم اینا و یه زندگی طبیعی داشته باشم. این حرفایی که الان میزنه کلا تو همون 10 دقیقه چیز بوده، مکالمه که اون 3 روز اول من داشته، بقیهش فقط فوش میداده و کتک میزده و هیچ صحبتی بین ما رد و بدل نمیشد. من که حرف نمیزدم و گفتم اینجوری و میخوام برم و بعد قصه میکنتش برام عجیبه خیلی. خب رفقا ببخشید من خیلی پراکندم حرف زدم، خودم فهمیدم والا هر جا بیفته و اینا. حالا بعدا براتون تعریف میگم اگه براتون مهم بود، دوست داشتین بدونین سوال شد و اینا، میگم براتون. داستان این که گفته بود که این اومد با من عکس انداخت داد، مامانش پخش کرد، گفت وای مامانم پخش کرد. چرت و پرتا رو بذارید کنار. آقای فردین، امین فردین، به ایشون زنگ زد، رو آیفون با هم صحبت کردم، ما هم نشسته بودیم، همه نشسته بودن شنیدن، منم بغل اونا شنیده بودم. براشون گفتن که آره ما خبر داریم، از تو خود خونه بهش گفته بودن که مثلا فلانی اینجاست، ما خبر داریم شما با هم دیگه دوست شدین فلان. گفت داداش میخوام بگیرمش و فلان و از این حرفا و لطفا در مورد ما حرف نزنید. بعدش اتفاقی افتاد، بعدش فکر کنم فرداش اینم کی آقای فردین رفت یه لایوی گرفت اون خانم. دقیقاً حرفایی که رسید اینو بگم، حرفایی که تو این ویدیو آخر به خاطر اینکه فیلم بازی کنه ویوش بره بالا که بگه من خودم کنسرت آلمانو کنسل کردم فلان فلان فلان، که دیده بشه، همین حرفا رو در مورد همین خانم میزد. همه جای سوراخه، این فلانه، این بومیده، این که من میدونم چرت و پرت بوده واقعا، اینجا اعلام کنم، نه که فکر کنین آره من دارم تکرار میکنم حرفای زشته اونو. واقعا همین حرفا رو در مورد دونه دونه دخترا میزنه. یعنی این دختر جلو این از اون میگه، جلو اون از این میگه. آقای امین فردین با آقای خانمی لایو گذاشته بودن، حالا هماهنگ کرده بودن با هم که اون مثلا بگه، مثلا به مامانش بگه تو بگو، من نمیدونم والا، فقط من لایو رو دیدم و دیدم که گفتن که خلاصه لو رفته که از طریق اون خانم و مادرشون و آقای فردین و اینا لو رفته که مثلا من اونجام و اینا و این آدم اصلا از اونجا لو رفت داستان، اینا گفتن و بعد اینم شروع کرد فوش دادن و من الان زنگ میزنم فلان میکنم هیچ گویم نخورد که من گفتم اینا هماهنگ شده بوده قطعا. این با امین فردین خیلی رفیقه، همونجوری که امین فردین اومد گفت سحر قریشی 250,000 دلار تیغید برداشت برد، چرت و پرت. دوباره اومد گفتش که آره سحر قریشی با یه شیخ عرب رفیق الان اومده اینجا خیانت کرده به این. بچه‌ها بذار اینو بهتون بگم، اون بنده خدام تقصیر نداره ها، این آدمه دروغ به اون منتقل میکرد. خب یعنی این آدمه میومد ملعون بزرگ یه عالمه دروغ در قالب راست دارین، هر وقت حرفشو باور کنه میدون دروغ میگه، چون دروغو از راست قشنگتر میگه. به این بنده خدا، همین آقای
امین فردین میگفت. امین فردین هم خب داره پولشو از این رو در میاره دیگه، اونم بیاد یک کلاق چه کلاق میکنه و حالا با فنای حالا مدل خود ماها که تو فیلمامون مثلا میزنه، میاد مثلا فن میزنه و اینا رو گذاشت بغل هم چسبوند و استوری منو آورد و اونم یه قصه ای واسه خودش درست کرد و گذاشت که مثلا من اینجوریم، مثلا من خیانت کردم. ما بیبی رو فرستادیم، خیلی بی‌ادبی میکرد. بی‌ادبی من چی بود؟ این که باهات نخواستم باشم بی‌ادبی من بوده؟ من یک کلمه با تو حرف نزدم که. فرستادمش با طرفدارام و پول و فلان و اینا، فرستادمش دبی. بچه اصلا هم چیزی نیست. قصه دبی اومدن من اصلا اینجوری نبود. من 4 روز آخری که آب و غذا به من ندادن، تنها کاری که کردم چون بدون آب به من قرص میزد تو دهنم، میگرفت صورتم و قرص تو دهن من میذاشت، من قرصه میمون تو گلوم، سرفه که میکردم، عق که میزدم میومد بیرون. بچه‌ها 1/4 یک قرص سفیدی بود و تو اون 4 روز من اینا رو چیدم، دم این یه دونه قرصه که این نصف کرده به من داده و منو لش میافتادم تو گوشه. این هی منو میزد، من دیگه قدرت زدن اینو و دفاع از خودم و یا مثلا گرفتن صورت و سر کلم و واقعا نداشتم. خب یعنی این بلا رو سر من می آورد. من 4 روز آخر که این قرصا رو نخوردم، یه چای برای من آوردن بالا. این دختره پاس انگلیس داره که به خاطر همینم مثلا اونجاست. یکی از این خدنگا برای من چای آورد بالا. من تونستم چای بخورم. آقا فکر کنم بعد 4 روز هیچی نخوردن چای رو تو چشم کردم دیگه و اینکه تمام اینجاهام زخم انگشت و عق زدن بود، اصلا یه حالی. من چای رو خوردم. چایمو که آورده بود یه دونه قرص دوباره آورده بود لای دستمال کاغذی، گفتش که آره سلطان گفته فلان اینو بخوری. اینو گفتم دیگه با احترام تقدیمم میکنه. نه گفته من به زور تو دهنتون کنم ببینم فلان حرفا. گفتم جرئت نشن نزدیک من بشن. گفتم من نمیخورم قرص مرس. این شنید، پایین گوش وایساده بود، اومد بالا گفت تو غلط کردی نمیخوری. اومد، من نشسته بودم لیوان چایم خورده بودم دستم بود، زد تو گوش من همونو پا شدم 2 متر فرار کرد، چون من جون نداشتم پاشم که قبلا. این از این که من یهو پا شدم این کپ کرد، رفت عقب و اومدم گفتم آقای فلانی نکن، بس دیگه از من فاصله بگیرید، برید به دختره گفتم برید گمشید بیرون، من میخوام برم از این خونه بیرون. و اومد 2 تا حرف و 2 تا داستان، من اینو زدم. وقتی که زدمش، حالا نمیخواستم اینجا بگم این موضوع، ولی وقتی که زدمش فهمید که آجی این میتونه منو بزنه بترکونه. تا الان دمش کم که منو نزده. حالش هم دادم دارم نکی بخوام زدمش در حدی که برو دیگه بسته ولم کن. فرستادمش گفتم برو برید پایین ولم کنید و فلان حرفا. من دونستم برم. بعد این 2 تا دخترم دنبال من فرستاد. بعد گوشی موشیمو زد ترکون شیکون انداخت تو آتیش و اینا که همتون میدونین. بعد از اونم من از اونجا اومدم بیرون که همون آقای کنسرتگزار و زنش و اینا همه اومدن و جنگ جهانی دیدن. قبلش هم دخترم خیلی زده بود. یه ویدیو هم گرفت، اینو براتون تعریف کنم. طرفدارش جلو اومد گرفت به زنم یه جوری تو گوشه طرفدار 40 کیلویی زد، پرده گوشش پاره شد. دختر پرده گوشش پاره. حالا چرا زد؟ چون دید من دارم میرم و قبلش منو با سیم اتو زده بود. تا جایی که شلوار و لباس تنم بود انقدر باد که عکساشو همه رو دارم، انقدر باد کرده بود سیاه شده بود. خب یه دونه از اینا که همون رو شیشه و اینا بود، چشاش کاسه خون بود، زده بود خورده بود این ساق پای من و الانم هنوزم جاش مونده چون عضلم پاره شده. زده بود اینجا که مثلا پاچه شلوارم بالا بود، زده بود اونجا. این ترکید خون اومد و این به خاطر این اتفاقه. و دید من دارم میرم، هم بعد اون چاییه که خورده بود و دید من دارم میرم و اینا. یه ویدیو گرفت، طرفدارش آورد زد، گفت پلیس اومد، مأمور اومد، اتفاقی افتاد، کی اینو زده؟ میگفت من. چک میخورد میگفت کی اینو زده؟ من سلطان. من دوباره فیلمی ها الان میخنده. من اون موقع داشتم قلبم داشت واسه این بچه پاره میشد، فکر نکنید. بعد خوابوندش روی تخت و سجده گفت بکن به دختره و سجده کرد و منم افتاده بودم روی تخت و ویدیو میگرفت، فوش خار مادر و فلان ویدیو میگرفت که چرا افتادیم به جون هم دیگه، مثلا برای آیندگان گرفته بود. چرا افتادیم به جون هم، مواد میخواین نشه بگی آدم براتون جنس جور کنه بده، چرا به جون هم میافتین؟ که مثلا نشون بده که من و یه دختر دیگه ای زده و یه بچه انقدی مثلا زورش به من رسید و ما با هم دیگه دعوا کردیم.
چون دید در من که نمیتونه جلوم وایسه، من دیگه دارم میرم و دیگه فهمید که قرص مرساشو نخوردم کاملا. تو من دید، تو صورت من دید که بمونم کشتمش. یعنی قشنگ دید که سحر بمونه، سحر قریشی قاتل میشه، یعنی پای قتلش هم وایساده که من وای میستم شاید تو رو بکشم، یک جهانی رو نجات میدم از یک کثافتی مثل تو. خیلی نمیخوام میدونی فکر کنید که دارم یکی رو منفور میکنم، ولی همینقدر کثافت و منفور حتی بیشتره. الان دارم نگاه میکنم یه سریال با مداد قرمز دارم بچه دورش علامت میزنم که نمیخوام بگم، چون خیلی ویدیوم چک میشه و خیلی کثافت میشه و فقط میخواستم بهتون بگم که توی این تایمی که من سکوت کردم، تحت درمان بودم، این آدمه تمام هدفش این بود که تو کنسرتش رو پر کنه. تنها هدفش این بوده. نمیتونید بگید که آقا تو داری میری از این بالا یا اون از این من میاد بالا. اصلا همچین چیزی نیست. اون آدمه از این آرتیست دیگه ای که طرفدار داره و جز 5 تا اول ایرانه و دخترای ایرانه استفاده کرد که کنسرتش رو پر کنه. این آدمه نامردی کرد. شاید مثلا منم نامردی میکردم، شاید یکی دیگه هم نامردی میکرده، فرق نمیکنه. حالا قرعه خورده به اسم من و این آدمه این کارو با من کرد، چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد این کارو با من کرد. طرفدارایی که میان چرت و پرت می‌نویسن 10 دقیقه فکر کنید. اصلا شماها برای من اهمیتی ندارین که میگین. میخوام خود از سرباز بودن درتون بیارم، ازتون هم نمیخوام به این طرفدار من بشین. اصلا اشلتون نمیخوره، اصلا کلاستون نمیخوره به بچهای من. دارم بهتون میگم بی تربیتی و چی یاد گرفتی جز این که بی تربیتی و بددهنی و بی هدفی و فقط شعاری و هیچی توت نیست و انگیزه زندگی نداری و 2000 کار و درآمد و پول نداری و فقط علف بکشی و کثافت و چی یاد گرفتی از این آدمه؟ هیچی. این آدمه از نظر من یه آرتیست خیلی خوبیه، اوکی. متاسفانه ما گیر یک آدم مریض روانی افتادیم که در حد بستری مریضه ولی آرتیست هم هست، ولی هنرمندم هست، ولی الان دیگه هنرش هم تموم شد، دیگه کسی براش 2000 تره خورد نمیکنه. نگاه کن، یعنی کارما همونایی که خودش میگفت درگیرش شد. بچه ها، رفیقای من، عزیزای دل من، گوش کنید، قشنگ توجه کنید. نمیخوام بگم من خوبم اون بده یا هر چیزی. این آدم، من اصلا بدترین دختر، بدترین آدم، این آدم اومد منو به اون، من یه آرتیستی هم که آبرو دارم، خانواده دارم، اعتبار دارم، این آدم اومد منو شکنجه داد، منو زد، منو کتک زد، منو تهدید کرد، آبروی منو برد، دخترای دیگر رو جلوی من کتک میزدشون. این آدم مشکل اخلاقی داره، این آدم در حد بستری مریضه. کسی در مورد شعراش حرف بدی نزده. این آدم شعراش هم الان دیگه گند زده. بعد از آلبوم بوه دیگه هیچی توش نیست، یعنی اونم با کتک نوشت. چی میبینید توش؟ کدوم صدا؟ من ورزش میکنم. کدوم ورزش؟ 100 تا هورمون تو حلقه تو همه جات داشتی میزدی واسه نزدیکی کنسرت دیگه. اینو من دیدم که کدوم ورزش؟ یه 20 دقیقه هوازی نمیشه ورزش. الکی عکس رفتیم واسه 2000 تا شکم بگیری بخوابی باشه، یه 2 تا خشاب قرص. چرت و پرتا رو دیگه نگو به بچهای مردم که مثلا بگید چی. من الان مثلا یه موضوع دیگه رو براتون تعریف کنم. خیلی اینجا خوب شد الان دیدمش. میدونین چرا هرچی دختر دورشه اسم ائمه داره؟ تا حالا طرفداراش به این موضوع فکر کردن یا همچنان؟ من بهتون میگم دلیل این که این آدمه دورش پر از دخترایی که اسم ائمه دارن، آقا خودشون تعریف کردن. خود یکی از همون دخترها من تعریف کرده. خیلی چرکه این چیزی که دارم میخوام بهتون بگم. نکنید. من اینجا از این ویدیو خواهش میکنم از خانواده ها گول بچه‌هاشون رو نخورن. ما میخوایم اسممون رو عوض کنیم، فکر کنم بچه‌هاشون روحانی شدن. این آدمه میاد رفته یاد داده به دخترای زیر سن که برای این که بخوایم بیاین تو خونه من باید پاستون و اینا حداقل 18 سالتون تمام شده باشه. اونا گفتن چیکار کنیم؟ گفته که برید اسمتون رو به بهونه‌ای که اسمتون رو عوض بکنید. حالا این میگفت پیش آشنای خودش رفتیم، ولی من نمیدونم حالا یارو از مثلا شهرستان باشه پیش آشنای، این که حتما همه نمیان تهران برن مثلا برن پیش آشنایی. میگفت
بهشون یاد داده که دخترها برید اسمتون رو عوض کنید. اسم بخوای عوض بکنی، مثلا اگه اسمت فاطمه باشه توی قانون ایران نمیتونی اسمت رو مثلا بذاری آیناز مثلا، ولی اگه آیناز و تناز و مثلا فلان باشه میتونی اسمت رو بکنی فاطمه، بکنی زهرا، اسم ائمه بذاری، میتونی این کار رو انجام بدی. میرن این کار رو انجام بدن، به بهونه این یه پولی اضافه تر به اون طرف میدن، به یکی. وقتی که میره اسمو عوض میکنه حالا فاطمه میکنه زهرا یا هر چیز دیگه، سنم تغییر میده، سنو میاره بالا که اینا به سن قانونی برسن. بعد اینا میرن پاسپورت میگیرن، سنشون تو پاسپورت بالاه، بعد دیگه این آدمه دختر زیر سن تو خونش راه نداده. ولی شما دقت کنید به حجم بیشوری اون آدما، و البته بگم حجم بیشوری که دوباره رفتن، اونایی که دوباره رفتن نگاه کنی اینا از بچگیشونه. بماند که اون بنده خدا به خاطر گربه هاش رفته بود و من میدونم که حیوان خونگی داشتن یعنی چی و این آدمه چجوری تهدید میکنه، الان چششو با چنگال در میارم انا این کارو میکنه. من دیدم این آدم چقدر کثیفه، میدونم چه بازی روانی با اون بچه کرده، اون دختر بچه‌ای که دوتا گربه هاش اونجا بودن. من میدونم موضوع جو و اینا تو اتاق گذاشته، این خانومی که اومده 40 تا ویدیو درست کرده، من میدونم که اون خانم نصف حرفا رو هم که کتک خورده زنش، من میدونم اون دختر خیلی حرفا رو نمیزنه، من میدونم تمام بچه‌ها و دخترای دیگه جرئت نمیکنن بیان بگن، همه رو میدونم، نیازی هم نیست دیگه بیاین بگی، من اومدم همه رو گفتم. فقط همین که فاصله بگیرید نرید پیش این آدم کافیه. این آدم ورودی کنسرت روسری منو برداشتن سپرده بود به این دخترکای دورش، روسری ما که کشید از پشت رفت، من این بندمو کردم سرم، دوباره روسری ما که دیگه آورد گذاشتم سرم، اومدم تو این خودشو پاره کرد که کنسرت. بعد از اون کنسرت چه کنسرتی پر شد؟ نه ما اون نیازی نداره بخواد با تو مثلا دیده بشه فرام بشه. بعد از اون چی شد؟ نیازی نداره خفه شه. چرا دیگه بعد از این که من رفتم، منی که اینقدر بدم، چرا بعدش خفه نشد؟ چون من بد نبودم. بچه‌ها خیلی حرف دارم که بخوام بهتون بزنم، از اونجا خیلی داستانا دارم که بخوام بهتون بگم. من از ترکیه وقتی رفتم فرودگاه از پام خون می اومد، صورتم ترکیده بود، چمدون دستم را میرفتم، نه پول داشتم نه گوشی، چیزی به من نداده بود، یه پاسپورتمو تونستم بردارم دیگه، چیزی به من نداده بود. ما پول دادیم بهش فلان، نه خیر، اون خانم اسکل تناز چیز این دخترای بکشه دورش، کارای چیزشو انجام میدن، سختیاشو به دوش میکشن، اونا خونهشون گشته بودن و فلان. من 2 ساعت رفتم تو خونهشون نشستم، دلیلش هم بهتون بگم، به خاطر اینکه کارینا رو گفتم بیاد بعد یه دور دیگه این صورت منو درست کنه. صورت من اصلا یه چیز افتضاح تر از اینی که دارید میبینید بود. خب گفتم بیاد کارینا درست کنه، که اومد درست کنه بدتر خرابش کرد، بدتر اینا رو پر کرد. و من گفتم بابا بیا اینو فقط یه جوری درستش کن که من به هم وصلشون کن، این خط رو این گرد دارم گذاشت. این منو بیدار میکرد، میگفت خوبی. انقدر من حالم بد بود که تتوی صورتمو حس نمیکردم. هی کارینا به من میگفت حالت خوبه فلان، مثلا چشام بزنم میگفت نخواب حالت خوبه. چشم من انقدر منو زده بود، تو چشم هنوزم تو ویدیوهای قبلی ببینید لخته خون اینجا میبینید، هر چند وقت یه بار که عصبی میشم اینجام لخته خونش میزنه، کاری که اون کرده بود. میگفت این لخته خونو اون گفته که لنز بوده فلان بوده و اینا، ولی من فهمیدم تو ضربه خوردی. بعد لباسمو دادم بالا در بردم بهش نشون دادم، گفت همین الان بیبریم شکایت کنیم. میخوام بهتون بگم این آدمایی که میاد بگی دخترای ایرانی پاشید بیاید خیلی عوضی فوشتون میداد، میگه پاشید بیاید، دختر خارجی‌ها آب تو دلشون تکون نمیخوره. رو بهتون بگم بچه‌ها، به خاطر اینکه خانمایی که ایرانی هستن قانونو بلد نیستن، حق و حقوق خودشون رو نمیدونن. دخترای خارجی وقتی اونجا هستن این آدم جرئت نمیکنه از گل کمتر بهشون بگه، چون اونا حق و حقوق خودشون رو میدونن. خواهش میکنم، من تو برنامه هم اصلا به بچه هم گفتم که یه کاری کنن ما این حق و حقوقا رو بتونیم توی برنامه براتون توضیح بدیم، حالا طریق وکیلی یا بچهای دوستای رفیقامون که وکالت میکنن و اینا، بخوایم که یه برنامه‌ای رو اختصاص بدن که این چیزا رو بهتون یاد بدیم. این آدمه انقدر میاد کورتون میکنه، انقدر میاد فوشتون میده تا نفستون رو میگیره. من چون دیدم همه اینا رو، میاد انقدر بد میگه بهتون، بعد شما رو به کارگری میگیره. من اینو تو خونش دیدم، با همین کارو میکنه.
در کل سعی کنید اعتماد به نفستون رو ببرید بالا و واقعا درگیر همچین آدمای موجودات چرک و کثیفی نشید بچه‌ها. و اینکه حالا تموم کنم این بحثو، بچه‌ها هستن کسایی که بیان بگن ما تو اون خونه رفت آمد داشتیم همچین صحنه‌هایی ندیدیم. بله هستن، بله هستن کسایی که بگن که این آدم یه فرشته است و فلان. بله اینا هستن، اینا همه هستن و میخوام بهتون بگم که اونایی که تو تایمی که من بودم اگر بیان همچه حرفی بزنن من با اونا طرفم. الان اگه یه ازگلی باشه بیاد، واقعا قشنگترین کلمه هم ازگله واسه این خانمه و اون یارو کسایی که ما این حرفا رو زدن. الان میاد با یه جستی و میخواد پولیمون به دزده ببره و بکنه و دارن حالا پاچه خاری میکنن، میان یه سری حرفای مفت میزنن. خانم شما نبودی، آقای محترم شما نبودی، ندیدی، اوکی بیجا میکنی، الان میای حرف میزنی با اقتدار خیلی محکم میای میگی نه این همچین کاری نمیکنه. تمام این کارا رو با من کرده، خواهرش هم بوده دیده، اشک ریخته بابت من، خواهرش اشک ریخته بابت اینکه من کتک میخوردم اونجوری، میگفت نمیدونم چی کار باید بکنم، میخوام برم نبینم، حتی اجازه ندارم برم از اینجا. در کل اگه چیزی جا بمونه، اگه حرف و حدیثی داستانی بشه دوباره براتون ویدیو میگیرم، براتون توضیح میدم و همین. امیدوارم که در پناه خدا باشین. اینم قصه من دیگه. خواهش میکنم پیگیر داستان ترکیه و چی شد و اینو بگو و تعریف کن نشین. واقعا اعصاب میخواد. من تازه تونستم بعد من یه ماه 2 ماه اینجا ورودم به اینجا نتونستم بخوابم. من طبق نظر پزشک بیچاره شدم تونستم بخوابم. روز و شب منو به هم نریزین چون الان دیگه خطرناکم. دیگه سحر قریشی نیستم، من الان پروازم، خیلی خطرناکم. یعنی فکر نکنین فقط به فکر مسیر قانونی میرم، مستقیم اگه قانون جواب من زمان بره مستقیم میرم تو مسیر غیر قانونی. دوستتون دارم، عاشقتونم، مرسی از حمایتتون. این ویدیو رو از تمام وجودم و تمام مولکولای بدنم براتون گفتم با کلی سانسور. امیدوارم که درس عبرتی بشه واسه سایرین. دوستتون دارم، در پناه خدا باشید.